بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان همیشگی و همراهان همدل سفره دل. امیدوارم هر گوشه این گیتی پهناور که هستید، در اقصا نقاط این کره خاکی، در این روزهای نسبتاً سرد، کانون پرمهر خانوادتون و جمعی که در اون حضور دارید گرمتر و گرمتر بشه، همونجوری که هوادار سردتر و سردتر میشه. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. حدود 2 ساله که بیش از 2 سال همراه شما هستیم با این برنامه و دلگفته‌های شما و آن چیزی که مربوط میشه به سفره دل و هر آن چیزی که مربوط میشه به موارد مرتبط به اون. خوشحالیم از اینکه بار دیگر در استودیو میهمان بسیار گرانقدری رو داریم در حضور خودمون، در جمع خودمون، حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز. در این برنامه هم افتخار دادن، قدم رنجه فرمودن، قدم بر دیدگان ما نهادن و منت گذاشتن بر ما و در برنامه خودشون بار دیگر تشریف آوردن تا از حضورشون و از صحبت‌هایشون استفاده بکنیم. من از طرف شما و به نمایندگی از شما از طرف خودم به جناب مولانا سلام عرض میکنم. سلام عرض. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، برادر عزیز و گرامی ما جناب استاد سلیمانی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و همچنین خدمت جناب حضرت مولانا دکتر عمرا حفظه الله، خدمت همه عرض سلام و ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی وقتا برای من و شما پیش اومده و تجربه کردیم که یک قرار داشتیم، یک وعده داشتیم، یک قولی داشتیم با کسی و در این قول، در این وعده، در این قرار، در این پیمان اون گونه‌ای که باید برخورد بشه برخورد نشد، یا از طرف ما یا از طرف شخص مقابل. و جایی قرار بوده کسی بیاد، قرار بوده ما بریم و خیلی هم کار ضروری داشتیم، کار مهمی داشتیم، ساعت تعیین کردیم، گفتیم فلان ساعت فلان جا حاضر شدیم. 5 دقیقه گذشت، نیم ساعت، 1 ساعت، هیچ خبری نیست. الان خصوص که در این سرمایه به هر حال پیش رو هم بوده باشه، در زمستان‌ها یا در گرمای تابستان کنار خیابون منتظر کسی بوده باشیم و همینجوری ایستادیم، بلا نسبت مثل یک تیر چراغ برق همینجوری وایستادیم و منتظر تا آقا بیاد، و یا خواهری منتظر خواهر دیگه است، منتظره که بیاد، نمیاد، تماس میگیریم، گوشیشم جواب نمیده، پیام میفرستیم، پیامم جواب نمیده، در حالی که مثلا حالا با واتساپ اگه پیام فرستاده بشید 2 تا تیک هم میخوره، یعنی که رسید، پیام به دست ایشون رسید. آخرین حضور ایشون هم در واتساپ بعد از پیام ما بوده، یعنی که یقینا پیام ما هم بهش رسیده و ایشون حضور هم داشته، مشکل اینترنت هم نداشته که بعداً بگه قطع بوده. اما به هر حال نمیرسه، نمیاد، یا اصلا نمیاد، یا اگرم که بیاد با تأخیر، بعد بهونه‌ها شروع میشه و نمیدونم راه شلوغ بود و ترافیک بود و نمیدونم لاستیک هواپیما پنچر شد و از اینجور موارد. خلاصه بهانه‌های عجیب و غریب. در همچین مواردی خیلی سنگینه برای ما پذیرفتن این بهانه‌ها. چه بسا خودمون هم همین کار رو کردیم و به کسی قول دادیم و موعدی داشتیم، وعده‌ای داشتیم، اما حاضر نشدیم، اما بدقولی کردیم. بدقولی که دیگه از بیماری‌های زبانه که امروز به همراه شما بینندگان عزیز و ارجمند می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم با کارشناسان محترم برنامه جناب مولانا و جناب دکتر نور محمد عمرایی عزیز که از راه دور و ان شاءالله از طریق اسکایپ همراه ما خواهند بود. در ابتدا من دوست دارم که از اونجایی که صحبت از خاطرات تلخ و شیرین
این جریان بود. حالا خاطره شیرین نمیدونم، شاید برای بعضی خاطره شیرین هم داشته باشن از بدقولی، اما غالبا خاطراتش تلخه. یعنی بدقولی کردن زیاد طعم خوبی نداره، تلختر از این قهوه‌ای که اینجا ریختن تو این فنجون برای ما. و به هر حال دوست دارم با یک خاطره شروع بکنیم موضوع رو با جناب مولانا درباره بدقولی. جناب مولانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الآية. صدق الله العظيم. جناب استاد بزرگوار از خاطره گفتیم و در زندگی خاطرات زیاد هست، حالا چی تلخ و چی شیرین. من فکر میکنم که برای اشخاصی که داعی و دعوتگر باشن هر قدر سر از اونا خاطرات تلخ هم بیایه، برای از اونا شیرین هست. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند عجبا لامر المؤمن. ما برای مؤمن تعجب میکنم به این که اگر برای از اون مشکلاتی برسه، این اصابته ضراء صبره و این اصابته سراء شکر فکان خیرا له و میفرمایند ان امره کله خیر. بناهن خاطرات زیاده، خوبه که یک خاطره بیان بشه که ربط و ارتباطی هم به موضوع برنامه داشته باشه که مسئله نقض عهد هست. نمیفهمم این خاطره را از کجا شروع کنم. خاطریه که در ابتدا خود از این نقض عهد داره و در انتها وفا به عهد داره بله، و همچنین ابتدای این خاطره تلخ و انتهای شیرینه. خب الحمدلله آخرش خوبی. من یکی از روزها با یکی از جوانها وعده گذاشتم. خوبه که به ابتدای خاطره که میگیم، ولی همه عهدها وقتی شکستانده میشه همه به اون گناه عظیم و بزرگی که در روایت آمده همه منسوب نمیشه، ولی استثناءات داره بعضی. ما با یکی از جوانهای بسیار مخلص و متدین هماهنگ کرده بودیم به دارالعلوم عالی انصار که در افغانستان، مدرسه‌ای که مدیریتش بله مدرسه‌ای که در هرات هست. گفتیم بعد از نماز عصر با هم ملاقات میکنیم. نماز عصر رو خواندم. بعد از نماز عصر متصل یک کاری بود که 100% ما باید به او حضور پیدا میکردم و بالاخره او هم مسئله و جریانی بود که بین دو فامیل و دو قوم و اینها جریان صلح بود که اگر تأخیر میشد یقینا چندین نفر متضرر میشدن. وقتی که قول داده بودین منجمون در جریان نبودم. بله و متصل بعد از عصر ما رو واقف کردن و بالاخره خب به این اسنا میخوام که از مدرسه خارج بشم، از امی دارالعلوم عالی انصار میخوام خارج بشم. به امی اسنا این جوان آمد و به همراه این جوان یکی از جوانهایی که او استاد یکی از کلب ها و یا ورزشگاه ها هم هست، باشگاه ورزش، و این آدم زیاد به دین و به اینها سر و کار نداشت و چی خوبه که اگر در این لحظه او دوستا بیننده برنامه باشن، برای از اونا هم شاید یاد و خاطره تازه بشه. و خب این جوان گفت که من دیشب 1 ساعت 2 ساعت به اصطلاح به گوش این میخواندم تا این آماده شد که بیایه به مدرسه و سر و کار با طالب و با ملا و با علما و با دین داشته باشه و من این آوردم و شما هم میخوایم بریم و اگر با این نشینیم شاید دل از این سرد باشه. پس یعنی یک عالمی که توی قدر تعریف و توصیف کردی ما ریج در اولین برخورد. ما گفتم برادر بسیار عاجله. خب این هم یک کمکی به دل از یک چیزی رسید و او شخصی هم که آورده بود بسیار موتر سوار شدم و حرکت کردم، بیرون شدم از مدرسه و پیش خود گفتم که پروردگارا اگر این 2 نفر هم آزرده بشن
خدا نکنه که آزرده بشن، ولی مصلحت بزرگتری که باز چندین نفر متضرر نشه او ترجیح دادم فقط به خاطر توی الله. خب حرکت کردم، ما با موتر هستم و این دو جوان در عقب موتر می آین به یک مسیر راهی. ما هم راه خود میگم پروردگارا اینها چی فکر خواهد کردن و در حق اینا دعا میکردم. ذهن شما مشغول و رسیدیم. اونها به چی سوار بودن؟ ما در افغانستان موتورسیکل میگیم یا بالاخره موتورسیکلت هست و اینها که هست. اینها با همدیگر می آمدن در مسیر راه. در یکی از شاره‌ها یا به اصطلاح چهارراهایی که بود رسیدیم و چراغ قرمز شد و استادیم و در همون اسنا پلیس از این جوان اسناد همین موتورسیکلت از این پرسان کرد. باز این اسناد نداشت و این را گرفتن. اینقدر وقتی که این را گرفتن من میخواستم که بیخی فریاد بزنم، جیغ بزنم، اما از اعماق دل با خدای تبارک و تعالی خیلی راز و نیاز کردم. پروردگارا یک مصیبت که ما ایر ندیدم، باز دوباره مصیبت دیگه و این چقدر از دین متنفر خواهد شد. فقط به اسنایی که چراغ قرمز بود من رو خورد دور دادم به طرف که اینها نگن که طرف ما حتی نگاه هم نمیکنه. مجردی که رو خورد دور دادم امی پلیسی که اینها رو دستگیر کرده بود طرف من نگاه کرد، متوجه شد که من به اینا نگاه کردم و این پلیس خدای تبارک و تعالی خیر بده و پلیس و برادرایی که واقعا در هر جا که آدمای مخلص و متدینی هست، در اردو، در پلیس، در نظام و اینها، این آمد مثل از این که در مقابل آمیر خود برسه، در مقابل بالاخره همو بلند رتبه‌ای که بلند سر از اونه، بسیار به یک عرض و احترام و اینها گفت که بسیار ببخشیم اینا همراه شما هستن؟ ما گفتم که بله همراه ما هستن. و با بزرگواری ببخشیم اینا رو بسیار احترامانه پس رها کرد. البته جناب مولانا پارتی بازی کرده. حالا هر چی که بود قانونا نیست، هر چی که بود رعایت بسیار. ولی من به اینجا فکر کردم که یا الله این پلیس رو من نشناختم، این چگونه در اینجا ایر دانستم که الله سبحانه و تعالی به همون نیتی که من حرکت کرده بودم که یا الله من در مقابل این جوانها من کبر و غرور نکردم، عهد شکنی نکردم، وعده خلافی نکردم، میرم به قصد بالاخره به نیت مهمتری از این قضیه. و بعدا این جوان حرکت کرد و بیرون شد. فردای و به عصر دیدم که این دو جوان آمدن. و وقتی که آمدن همین جوانی که با علما هیچ محبت نداشت، هیچ عشق نداشت، هیچ ارتباط نداشت، این شب به همراه دوست خود گفته بوده که این علما اینقدر ارزش دارن، این علما اینقدر جایگاه دارن، این جایگاه برای فلانه کی داده؟ گفته بوده علم، دین. گفته بوده دین اینقدر یک پلیس بالاخره میایه حتی نظامر به خاطر یک شخص استثناء میکنه. در این قسمت برای خود من شخصا وقتی که این رها شد و حرکت کرد در ابتدا خیلی غمگین بودم، خاطره تلخ بود و لحظه ای که این رها شد و حرکت کرد بسیار تسلی و بسیار ما خوشحال شدم. و او جوان یکی از علاقمندان و شیفتگان علم و مدرسه و علما و اینها که تخمین چند سال یعنی 3 سال قبل واقع شد و امروز یکی از مخلصین علم و علما و اینها او جوان هست که من میخوام که حرف خور به اینجی خاطره به اختتام برسانم که اگر یک وقت چنین حادثه پیش می آید که یک به اصطلاح وعده خلافی میشه، ولی اگر نیت انسان خیر بود باز خدای تبارک و تعالی دروازه های دیگر باز میکنه از دیگه طرفی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا میشه. بنابراین اگر بعضی وقت ناخواسته چنین تصادفی پیش می آید، از این عهد و نقض عهدی که ما صحبت میکنیم و بدقولی میکنیم این حرف ها استثناء هست. من جناب استاد چون اول خود را به اصطلاح تبرئه کردم که اگر چنین وعده خلافی های شده باشه به همراه دوستا و اینها یعنی ناخواسته بوده و قصد و اراده نبوده. میگم بهترین دفاع حمله است جناب مولانا. شما قبل از اینکه صحبتی مطرح بشه حمله فرمودید. یقینا این گونه است بینندگان عزیز. به هر حال ما وقتی که از بدخوانی صحبت میکنیم
استثناءاتی هم بدون شک چنان که جناب مولانا فرمودن داره و انشالله در خلال مبحث امشب با همراه کارشناسان محترم برنامه در جزئیات بیشتر این موضوع با هم صحبت خواهیم کرد که چه مواردی رو ما میتونیم در این دایره داخل بکنیم، چه موارد استثناءات میشن و چگونه باید برخورد بکنیم. انشالله اگر جناب مولانا اجازه بدید ما با جناب دکتر هم صحبت رو آغاز بکنیم در صلب موضوع. جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم و جناب مولانا هم تشریف دارن، سلامگو هستن خدمت شما. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و خدمت جناب حضرت مولانا انصاری که شرایفیا فرمودند و سفره دل ما رو منور کردند و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از اینکه این فرصت رو دادید تا در خدمت شما باشم سپاسگزارم. خواهش میکنم، باعث افتخار ماست. جناب دکتر اگر اجازه بدید ما موضوع رو با شما شروع بکنیم بعد از شنیدن خاطر جناب مولانا درباره بدقولی یا نقض پیمان، حالا هر تعبیری دیگری که میشه براش گذاشت. وقتی صحبت از بدقولی میشه معنا و مفهوم از این صحبت چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلات و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در حقیقت یک جامعه برای به هر حال یک نوع امنیت اجتماعی در جامعه برقرار بشه، یک نوع روابط انسانها استحکام داشته باشه و مسیر جامعه چرخ گردون جامعه به چرخه، نیاز هست که یک وعده و یک قول و قرارایی باشه. ما همیشه هم روی این وعده و قول و قرار خیلی مایه میذاریم و میگیم آقا فلانی روی این کاری که میخوای بکنی قول میدی. حالا قول چی هست؟ قول سخن هست، اما این قول دیگه مبنا پیدا میکنه و معناش میشه مثلا عهد و پیمان. آیا عهد و پیمان میبندی که تو این کار رو انجام خواهی داد؟ در وقتی که بدقولی بشه باز چی میشه؟ دقیقاً جهت به نقطه متضاد این مفکوره میشه. اونجاست که دیگه هیچ کسی به کسی دیگه اعتماد نخواهد کرد، هیچ کسی رو حرف کسی دیگه به اصطلاح مایه نخواهد گذاشت. خب اون وقت دیگه روابط اجتماعی در سطح جامعه برهم زده میشه، هیچ گونه چرخ سیاست نخواهد چرخید، هیچ تاجری، هیچ بازرگانی، هیچ دو کسی رو هم دیگه اعتماد نخواهند کرد. بازار سیاست هم کساد میشه، هر کسی قولی میده یا پروژه‌ای مطرح میکنه، خب کسی روش اعتماد نداره، شاید دروغ بگه، شاید بدقول باشه، مثل فلانی که این کار بدقولی کرد. الان اگر ما ببینیم بین مثلا سیستم سیاسی حداقل کشورهای جهان سوم و بین ملت‌ها یک فضای بسیار زیادی رو ما ملاحظه میکنیم که هیچ گونه اعتمادی بین این دو به اصطلاح گروه نیست. جامعه تو یک باغ دیگه است و سلطان و حاکم و پادشاه و سیستم سیاسی تو یک باغ دیگه. همش به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انتخابات میشه، طرف میاد قول و قرارایی میده، فلان انتخابات تموم شد و به هدفش رسید، بعد از اون دیگه همه این قول و قراری که درش داده همه رو میندازه پشت گوشش. اینه که ما میبینیم در به اصطلاح قضای اخلاقی این رو یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت و یکی از مسئولیت‌های اجتماعی و حقوقی و در عین حال مسئولیتی بزرگ از جانب خداوند منان تلقی می‌کنند و علما هم این رو یکی از گناهان کبیره می‌دونن که کسی بیاد قول و قرارایی بده و زیر این قول و قرارا بزنه. وقتی هم ما ببینیم اصلا به اصطلاح بافت زندگی ما، چه در بین خودمون با هم دیگه و چه در رابطمون با خدامون، همش مبنی هست بر همین قول و قرارها. خداوند از ما عهد و پیمانها و میثاقهایی گرفت که ما به اصطلاح جز او رو عبادت نکنیم. بعد از اون میبینیم که در خود قرآن کریم بحث از در مسائل عبادی، در مسائل عقیدتی، در مسائل اجتماعی، در مسائل روابط بین الملل، همه اینها میبینیم که به اصطلاح آیاتی اشاره داره بر همین مبانی به اصطلاح عهد و پیمان بستن و میثاق بستن. و اذا اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، این مسائلی که با بنی اسرائیل بود، همه اینها میثاق اون
عهد و پیمانی هست که با یک قسمی به اصطلاح تأکید شده، طرف قسم خورده که من این کار رو خواهم کرد. یعنی عهد و پیمانی هست که روش قسم خورده. عهد و پیمانهایی هم که ما با خدامون داشتیم، با همدیگه داریم و غالبا ما اون چیزی که بین همدیگه هست اون رو به اصطلاح قول و قرار اسمش رو میذاریم. و این قول و قرارها خب احیانا هست تو جامعه که ما با هم قول و قرارهایی میذاریم روی یک مسئله‌ای که اصلا اون مسئله جایز نیست. خود قول و قراری که ما گذاشتیم، مایی که روی حرفی که زدیم روی یک قضیه‌ای هست که اون قضیه رو دین مبین اسلام یا شریعت اصلا قبولش نداره، که این قول و قرارها کلاً به اصطلاح بی‌بهاست و هیچ نباید هم بهش عمل کرد، بی ارزشه. یه حرف به اصطلاح پوشی طرف زد و نباید بهش عمل کنه و هیچ به اصطلاح مبنای حقوقی هم نداره. جناب یه دکتر موردی ببخشید، هست پس میفرمایید که اگر انسان مثلا در مواردی که مشکل شرعی داره، این موضوع اصل موضوع خلاف با شرع، قولی داد برای انجام اون کار یا به هر حال عدم انجام اون کار که منافات داره با شرع، عدم انجامش، این اصلا خود به خود در دایره قول و این پیمانی که ما صحبت میکنیم داخل نمیشه. یعنی اگر کسی اینا انجام نداد بدقولی نکرد یعنی. دقیقاً. و نباید هم انجامش بده. اگه انجامش داشت که به اصطلاح گناهکار میشه. که من و شما بیایم با هم قول و قرار بذاریم که آقا بیایم فلانی رو به اصطلاح مالش رو چپاول کنیم، بزنیمش. بعد از اون من متوجه شدم که نه بابا این چه قول و قراری بود، داریم حق کسی دیگه رو ضایع میکنیم، به یک انسانی ظلم میکنیم، این کاملا کار ما اشتباهه. اینجا دیگه من باید تلقی کنم که اصلا ما با هم قولی نداریم و هیچ احساس مسئولیت هم نکنم در مقابلین، بلکه مسئولیت هم این باشه که شما رو هم باز دارم. یه مورد عکس این هست که ما مثلا قول و قرارایی بذاریم که با هم قول بذاریم که یک کار به اصطلاح واجبی رو انجام بدیم که در اینجا باید انجام بدیم، که به اصطلاح نقطه مقابلش هست که باید چیزی هست واجب هست و قول و قرار هم که گذاشتیم باز واجبتر شد. یعنی اینی که اون رو باید من انجام میدادم، الان که من و شما با هم اتفاق کردیم این به اصطلاح تأکیدش بیشتر شد. در قضایی که به اصطلاح قضای عمومی زندگی هست، اینجا هم به اصطلاح انسان باید اون قولی که داده روش به اصطلاح عمل کنه، مگر مواردی که مثلا طرف به اصطلاح فراموش کرد، مثلا نه اینکه خودشو به فراموشی زد، فراموش کرد. در قرآن کریم ما بارها میخونیم که ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او اخطانا، اگر ما اشتباه کردیم یا فراموش کردیم. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم میفرمایند که ان الله وضع عن امتی الخطأ و النسیان، خداوند از امت من از اشتباهات و از فراموشکاری‌هاش چشم پوشی کرد. یا اینی که مثلا طرف مجبور شد، کسی به زور به اصطلاح مجبورش کرد، افتاد تو زندون، نمیدونم قول و قراری داشت که بیاد شهر شما و برنامه عروسی شما شرکت کنه، خب راه بند شد، نمیدونم طوفان اومد، سیل اومد، یه موارد شد که به اصطلاح از دست طرف خارج هست، یکی از عزیزاش وفات کرد. در این موارد دیگه بازخواست هم نمیشه و فقط به اصطلاح همینه که به شما اطلاع برسونه که شما مثلا نگران نشید اگر امکان داشت براز یک حالتای همچین به اصطلاح امرجنسی. میبینیم که در این مسائل قول و قرار خیلی اصلا به اصطلاح همینی که میگم امنیت اجتماعی یک جامعه رو، امنیت معنویش رو حفظ میکنه. یک قصه زیبایی کتاب‌های تاریخ ذکر میکنن، جا داره که اینجا مثلا به عنوان استشهاد اون رو ذکر کنیم. قصه به این صورت هست که در مجلسی بود، مجلس حضرت عمر بن فاروق، صحابه نشستند، حضرت عمر نشسته، بعد از شخصیت‌های بزرگ صحابه امثال ابوذر غفاری اینو تشریف دارن. در این وقت 3 نفر وارد میشن، 2 تا جوونن، یه جوون دیگر رو گرفتن و آوردنش اینجا برای بازخواست. چی خبر چیه، مسئله چیه؟ میگه که جوونا گفتن که بله این جوون به صلاح سومی که ما گرفتیم آوردیم این پدر ما رو کشته و ما میخوایم که ازش قصاص بشه. خب حکایت چی؟ از گفتن که زد پدر ما رو کشته، چه حکایت چی میخواد باشه؟ از جوون پرسیدن که آقا قضیه شما چی هست؟ میگه من چوپونی هستم، گوس به اصطلاح شترام رو به اصطلاح داشتم هی میکردم، شترها از من جلو زدند و من پشت سرشون بودم، شترها هم اومدن باغ این پدر اینا بود
درختاش به شاخه‌های درخت‌ها بیرون از باغ بود. شترها هم به اصطلاح گردنشون دراز شروع کردن از به اصطلاح باغ درخت‌های باغ این آقا میخورند. این هم اومد سنگی برداشت زد یکی از شترهای خوب منو کشتش. من هم با همون سنگ زدم بهش و اونم مرد. خب به هر حال الان اعتراف کرد، طرف مرتکب جنایت شده، قتلی به اصطلاح انجام داده. به هر حال اگه به تو ظلم شده بود قضیه نبود که شما حق نداشتید اون رو بکشید، الان باید حساب پس بدید. خب گفتن که اعتراف هم کرده، همه چیز رو به راست، باید قصاص بشه. اونا هم هر چی بهشون گفتن آقا دیه قبول کنید فلان، گفتن نه، خون با خون. اینجا بود که این بنده خدا گفت که من حرفی ندارم، حالا من قتل کردم و حقم هم هست که در مقابل اون باید مجازات بشم. اما یک مورد بسیار حساس هست و اون اینه که پدر من یک مال و ثروتی گذاشته بود برای برادر کوچیکم و مقداری طلا بود، مقداری زیورالات بود اینا، و به منم توصیه کرد که اینا رو حفظشون کنم تا برادرم بزرگ بشه به اون بدم به اصطلاح. منم اینا رو گرفتم یه جایی دفن کردم، کسی از این مسئله اطلاع نداره. اگر شما به من اجازه بدید که من فقط برم همین رو به اصطلاح همین قضیه برادرم رو حلش کنم که به اصطلاح فردا روز قیامت جوابگو نشم و فقط به من 3 روز بدید من برم منطقه خودم قضیه کارام رو برو کنم و بیام. یک طرفی هست کسی نمیشناسدش، حالا کی میشه روی حرفش به اصطلاح قبول کنه حرفشو؟ اینجا بود که گفتم که خب کسی باید باشه که تو رو ضمانت کنه، ما چه بدونیم تو میری و باز نمیگردی. خب کسی رو هم که نمیشناخت این جوون. نگاه کرد در بین افرادی که اونجا نشسته بودن، چهره حضرت ابوذر غفاری چشمشون رو گرفت. گفتند که ایشون ضمانت من میکنن. حضرت ابوذر هم که ایشون رو نمیشناخت همچین غافلگیر شد، اما خب طرفی داره ازش میخواد که ضامنش بشه. ابوذر هم که ابوذر است، چطور میتونه کسی رو به صلاح دست رد به سینش بزنه؟ حضرت ابوذر هم قبول فرمودن و جوون رفت به ضمانت حضرت ابوذر و 3 روز گذشت. روز 3 حالا منتظرن که جوون بیاد، خبری ازش نیست. حالا اومدن حضرت ابوذر رو که آقا شما ضامن بودید، باید شما به جای اون مجازات بشید. در همین اسنا و همین حرفا بودن تا جوون سر و کلش پیدا شد. خب همه تعجب کردن، این جوونی که میتونست فرار کنه الان مرگ هست، حکایت مرگ هست، چطور به اصطلاح اومد؟ ازش پرسیدن که جوون تو میتونستی فرار کنی؟ ما اصلا آدرسی جایی از تو خبر نداشتیم و هم میتونستی هم نیایی. گفت که نه، من نخواستم که من برم و بعداً مردم بگن که در دنیا وفا نمونده. بعد حضرت ابوذر رو ازش پرسیدن که شما چطور این طرفی که اصلا نمیشناسیش و قضیه هم خیلی قضیه خونه هست، چطور این رو ضمانت کرد؟ فهمود این بنده خدا از من خواست، منم نتونستم دست رد بزینش بزنم تا نکنه که مردم بگن که آقا تو دنیا مردونگی و شهامت نمونده. درود بر ابوذر. بعد اون جوانایی که به اصطلاح پدرشون به اصطلاح کشته شده بود، وقتی این مردانگی، این شهامت، این وفا رو دیدن، گفتن ما نباید از اینا کم بیاریم. گفتن آقا ما این طرف رو بخشیدیم و از خون پدرمون گذشتیم. گفتن چطور؟ گفتن ما دیگه جایی برای حرف زدن نمونده، ما هم نمیخوایم که آیندگان مردم بیان این تو جامعه مطرح بشه که در بین انسانیت محبت، در بین انسانیت کرامت و از خودگذشتگی به انسانیت وجود نداره. و این معانی که به اصطلاح ما همینجور گذرا ازشون میگذریم، اینها در واقع تار و پود روابط یک جامعه هستند و وجود اینها باعث میشه که جامعه در یک امنیتی قرار بگیره، روابط اجتماعی استحکام پیدا کنه و چرخ جامعه به چرخ قضایای سیاسی، قضایای اجتماعی، قضایای اقتصادی، همه اینها بر به اصطلاح قضیه قول و قرار و عهد و پیمان بسته شده است. جناب دکتر، حالا در مواردی که شما اشاره فرمودید، برخی از مواردی رو که در تعریف و دامنه تعریف به اصطلاح بدقولی داخل نمیشه اشاره فرمودید به مواردی که خلاف شرع هستن و انجام ندادنشون اصلا خود به خود اصلا انسان حق نداره که انجام بده اونها رو، یا مواردی که در شرع باید انجام بده، خب باید انجام بده دیگه، قول دادن اونجا معنای پیدا نمیکنه. آیا کسانی که قولی میدن و از عهده
توانشون بر نمیاد، یعنی نمیتونن اون قولی رو که دادن عملی بکنن. به هر حال یک طرفی تو حالا هر شرایطی یک قولی میده و در حد توانش نیست که اون انجام بده حقیقتا. آیا این هم در موارد بدقولی داخل میشه اگر طرف نتونست به وعده خودش وفا بکنه؟ اینی که انسان قول داد باید مردونه سر قولش بایسته. من به کسی قول میدم آقا حقوقم زیاد شد انشالله شما رو میبرم عمره. خب بعد میبینم که نه این از توان من نیست، اما من یک قولی دادم، باید تا حد امکان این رو برآوردش کنم. مادامی که این قول به اصطلاح قول خلاف شرع نیست، یا قولی دادم باید این قول رو بهش عمل کنم یا طرف مقابل رو راضیش کنم، بهش بفهمونم که برادر عزیز من همچین قولی به شما دادم اما خوب از دستم بر نمیاد، حالا من رو حرف خودم هستم باید باشم اما الان توانش رو ندارم، حالا بیا و شما بزرگی کن و به اصطلاح یکم پایین بیا و به هر حال اون طرفی که به اصطلاح اون رو به خودش امیدوار کرده اون رو به یه گونه‌ای راضیش کنه. شما الان تا نشه که به اصطلاح بدقولی بشه و این مسئله رو ما باید مد نظر داشته باشیم. همونطور که همون جوون گفت که من نمیخوام که مردم بگم تو جامعه وفا نمونده، ما هم نباید همچین کاری کنیم که تا دیگران بگن که خلاص دیگه تو این جامعه قول و قرار معنا نداره و اینجا یک بدآموزی، یه فرهنگ بدی رو ما در جامعه رشد دیدیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. برمیگردیم در داخل استودیو خدمت حضرت مولانا. جناب دکتر تعریف بسیار زیبایی داشتن از بخش‌های مختلفی از بدقولی و دامنه تعریف بدقولی. من دوست دارم از شما بشنویم درباره آیاتی که در کلام الله مجید در این خصوص صحبت شده و از تصویر قرآن کریم اگر بخوایم بررسی بکنیم بدقولی رو قرآن کریم به ما چگونه معرفی کرده و مسئله نقض پیمان چقدر در قرآن کریم نسبت به اون تاکید شده و بررسی شده. براستی هم که صحبت‌های جناب دکتر الله حفظ کنه ایشان را خیلی همه جانبه و اینها، وقتی که ما به آیات قرآن عظیم الشان نگاه کنیم آیات زیادی داریم که در بحث نقض عهد یا بدقولی هست یا عهد شکنی و اینها. اولا وقتی که اکثریت آیات رو میبینیم که قرآن عظیم الشان اشاره میکنه که کیها بودن که بدقولی کردن و به اصطلاح نقض عهد کردن. ما وقتی که در ابتدا خود وقتی میگیم بدقولی و نقض عهد تنها تعلق به بین انسان ها نمیگیره که یعنی انسان ها و اشخاص بین همدیگر بدقولی کنن و بالاخره عهد شکنی کنن. قرآن عظیم الشان وقتی آیات رو اشاره میکنه از بنی اسرائیل یاد میکنه و از یهود یاد میکنه که اینها با الله سبحانه و تعالی به اصطلاح عهد شکنی کردن و وفا به عهد نکردن و آیاتی که در این راستا. من چند آیه نمونه تن اشاره میکنم چون آیات زیاد هست. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 12 میفرماید که و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. که آنهایی که شکستاندن عهد و پیمان که با الله سبحانه و تعالی عهد و پیمان بسته کردن، با بندگان خدا عهد و پیمان بسته کردن و یهود با خداوند عهد شکست، یهود بنی قریظه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عهد شکست و آیات زیادی که در این راستا و با اینها شدید صحبت میکنه. میگه فقاتلوا ائمة الکفر، اینهایی که عهد شکنی میکنن و اینهایی که نقض عهد کردن و بدقولی میکنن با اینها باید جنگیده بشه و با اینها باید مبارزه بشه و لعلهم ینتهون، که شاید اینها اصلاح بشن. یعنی قرآن عظیم الشان بسیار با لحن شدیدی اشاره میکنه فقاتلوا ائمة الکفر،
اینهایی که عهد شکنی میکنن و اینهایی که بدقولی میکنن در حقیقت جز مبارزه با اینها دیگه راه دیگه نیه. و همچنین آیه دیگری الله سبحانه و تعالی میفرمایه الذين ينقضون عهد الله، که قبل از این آیه مبارکه اشاره میکنه که یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. وقتی که بیان میکنه که فاسقین، اشاره میکنه که صفت فاسقین ما بیان کنه که اونها کیا هستن و اونهایی که من قبلا هم این اشاره کردم، اینها بحث هاییه که اینهایی که با خدا رسما عهد شکنی کردن، قصدن عهد شکنی کردن، نقض پیمان در برابر الله سبحانه و تعالی در برابر. و همچنین و امروزه هم اگر کسی قصدن با کسی عهد و پیمان میبنده و هیچ مشکلی هم سر راه از اون نیه و او عهد شکنی میکنه، یقینا که گناه عظیم و بزرگی کرده. در این راستا الله سبحانه و تعالی صفت فساق رو بیان میکنه که الذین ینقضون عهد الله، اونهایی که عهد بسته کردن با خداوند ولی عهد خود شکستن. پس در این آیه مبارکه هم بسیار وعید شدید و سختی رو بیان میکنه که در اخیر آیه میگه که اینها اولئک هم الخاسرون، اینها در حقیقت در زیان هستند. آیه دیگر که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء اشاره میکنه فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق، اشاره میکنه اونهایی که عهد شکستن، یعنی بدقولی کردن، قول داده بودن که الله سبحانه و تعالی رو به یگانگی بشناسن، قول داده بودن که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان بیارن، قول داده بودن که به انبیایی که برای از اونها فرستاده میشه و بالاخره از او پیروی کنن، ولی در کناری که نقض عهد کردن همچنین کفر ورزیدن به آیات الله سبحانه و تعالی و انبیا علیهم السلام را هم به قتل رساندن که بغیر حق. پس این آیه اشاره میکنه به نقض عهد. آیه دیگری که الله سبحانه و تعالی جریان صلح حدیبیه بیان میکنه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. اونهایی که با پیامبر بیعت کردن یعنی قول دادن، دست با دست پیامبر گذاشتن، آیه مبارکه اشاره میکنه که گویا اینها دست با دست الله سبحانه و تعالی گذاشتن. و به ادامه میفرمایند فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، کسی که عهد شکنی میکنه در حقیقت جفای به خود کرده، ای به طرف مقابل جفا نکرده. این آیه اشاره میکنه. و همچنین آیات دیگری که در این راستا که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که و اذ اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، الله سبحانه و تعالی از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفت و بالاخره الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. آیات دیگری که یهود و نصارا نقض عهد کردن و بالاخره بدقولی کردن و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل و اذ اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، آیه مبارکه میفرماید و اذ الا الله. آیه مبارکه هست که ادامه میفرماید قالوا سمعنا و عصینا الذين هادوا يحرفون کلمه عن مواضعه. حتی الله سبحانه و تعالی با یهود وقتی کوه بالا میکنه بلند سر از اونها و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه، وقتی الله سبحانه و تعالی تا این سرحد وقتی اونا چی میگن قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا، و اونها در کنار از این عهد و پیمان رو میشکنن با الله سبحانه و تعالی، عهد شکنی میکنن و الله سبحانه و تعالی اونها در خسران و در اینها بیان میکنه. و آیات دیگری که در این راستا زیاد آمده که اگر بخوایم به هر کدام به اینها اشاره کنیم شاید وقت و فرصت انقدر نباشه. پس جناب مولانا شما به آیات اشاره فرمودید که بیشتر در بحث نقض پیمان با الله تعالی است و با رسول الله صلی الله علیه و سلم که بدترین نوع نقض پیمان و بدقولی به حساب میاد. چون در ابتدا اگر ما و شما چون بحث نقض عهد بود، اگر به طور خلاصه و فشرده که نگاه کنیم تعریف خود عهد که من مختصرا اشاره میکنم که خود عهد پیمان هست و در اصطلاح آمده که هو عدم الوفاء، عدم الوفاء بما اعلن الانسان الالتزام به، او چیزی که اعلان میکنه
و بالاخره یعنی اعلان آمادگی میکنه، اعلان قول دادن داره و بالاخره در این چیزی که بخو ملتزم میشه. سواء او قطع على نفسه من عهد او میثاق، بعضی او قطع میکنه از او عهد و میثاق و پیمانی. حالا چون وقتی که ما میگیم عهد و اینها باید از معنا و مفهوم و اصطلاح از او ادامه بیان میشه که سواء فیما بینه و بین الله، چیزی که در بین از او و بین خدا باشه عهد که هست، او فیما بینه و بین الناس. پس آیاتی که اشاره میشه الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که نقض عهد چی با خدا باشه و چی بین بندگان الله سبحانه و تعالی باشه، هر دو اگر نقض عهد شد، وعده خلافی شد، عهد شکنی شد یا به اصطلاح بدقولی شد، قصداً مذموم و از دیدگاه قرآن رد شده. حقیقتا بینندگان عزیز، نکته هم که جناب مولانا بهش اشاره فرمودن بحث بدقولی، ما وقتی که صحبت از بدقولی میکنیم خب تنها مراد فقط بحث بین خودمون بندگان با همدیگه نیست. قبل از اینکه ما بین خودمون به حال عهد و میثاقی داشته باشیم، پیمانی داشته باشیم و عدم رعایت و التزام با اون رو بدقولی بشماریم، فراموش نکنیم که ما نسبت به الله تعالی، نسبت به دین مبین اسلام، نسبت به پیامبر بزرگوارمون صلی الله علیه و آله و سلم پیمانهایی داریم، عهدهایی داریم و همین کلمه اسلام، همین قرائت شهادتین خودش به معنای عهد و پیمان، به معنای قول دادن به الله تعالی است، در التزام با اون چیزی که دین مبین اسلام و شرع مقدس به ما معرفی میکنه. و فراموش نکنیم که عدم التزام با اونها و رعایت نکردن اون هم به طریق اولا در بدقولی داخله. چون وقتی که ما بحث صحبت از بدقولی میکنیم و عدم وفا، بیشتر بین خودمون و رابطه خودمون با اطرافیان و دیگران احساس میکنیم که فقط همین موضوع هست. نه، قبل از این در وهله اول همونجوری که جناب مولانا اشاره فرمودن و آیاتی که چقدر تهدیدهای خطرناکی هست، حتی بحث لعنت هایی که اومده و بحث اعلان جنگ با کسانی که نقض پیمان کردن با الله تعالی و رسولش و دین مبین اسلام. جناب دکتر، در مورد نقض پیمان و حالا یا نقطه مقابلش وفای به عهد، نکته مهمترین نکتهش رو جناب مولانا اشاره فرمودن در بحث نقض پیمان با الله تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم و دین مبین اسلام. غیر از این موارد در خلال آیات کلام الله مجید آیا موارد دیگری هم هست که در بین روابط ما با هم دیگه تاکیدهایی باشه در این باب؟ در آیات کلام الله مجید ما اگر بخوام فقط به دو موردش اشاره کنم، میبینیم که یک چیز بسیار زیبایی هست. یک موردی هست که مثلا خداوند به ما امر میکنه که شما ای مؤمنان مردانگی داشته باشید، عهد و پیمانی که میدید روش ثابت قدم باشید و این رو یک سبسلا امر و یک دستوری از جانب خداست، یک اساسنامه است که باید روی اون عمل بشه. خداوند متعال در سوره مائده، اولین آیه سوره مائده میفرمایند یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد و پیمانی دارید، عقدی که با کسی میبندید روش وفادار باشید. و در سوره اسراء آیه 34 باز میخونیم که خداوند متعال میفرماید و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، به عهد وفادار باشید که شما در مقابل این عهد بازجویی میشید و به اصطلاح باید مسئولیت دارید، به هر حال روی این مسئولیت از شما بازخواست میشه. و افرادی که این عهد و پیمان رو میبندند و باز روش ثابت قدم میشن پیش خداوند متعال خیلی ارزش دارن و خداوند از اونها تعریف میکنه. مثلا حضرت اسماعیل رو علیه السلام خداوند متعال در سوره مریم آیه 54 در وصف ایشون میفرمایند انه کان صادق الوعد. حضرت اسماعیل یک انسانی بود که روی وعدش دیگه این ور اون ور نمیرفت، صادق الوعد بود، روی وعدش به اصطلاح وفادار بود با صداقت. و در مورد عامه مؤمنینی که روی این عهد و پیمانی که میبندن ثابت میشن، خداوند متعال اینطور توصیفشون میکنه در سوره احزاب که من المؤمنین رجال، از مؤمنان مردانی هستند. مؤمن باید این صفتش باشه، صفت مردانگی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه،
مردانگیشون تو چیه؟ اینا افرادی بودن که در اون عهد و پیمانی که با خداشون بستن روی اون ثابت قدم موندن و صداقت به خرج دادن. حالا بعضیاشون به درجه شهادت رسیدن و بعضیاشون منتظرن که به اصطلاح پیش خداشون برن. و در مقابل اینها همونطوری که حضرت مولانا فرمودن، اون دو افرادی هستند که نقض عهد میکنند که اونها در پیش خداوند متعال بسیار جایگاه پستی دارند. انسانهایی هستند افتاده. در سوره البقره آیه 24 قرآن کریم میاد حرف میزنه از فاسقان. در وصف اون فاسقان آیه 27 آیه بعدش میفرمایند و ما یضل به الا الفاسقین. اون فاسقا کی هستند؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. اونهایی که بعد از این که با خداشون عهد و پیمان بستن، اون عهد و پیمان رو زیرش میزنن و بهش عمل نمی کنند. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. و اون چیزی که خداوند امر کرده و جزئی از عهد و پیمان هست که به اون رسیدگی بشه، به احکام الهی، به نمیدونم روابط اجتماعی، صله رحم، همه این مسائل اینا رو میاند ازش به اصطلاح رد میشن و یفسدون فی الارض و زمین و زمان رو به هم میریزند و فساد به راه میندازند. اونها چه نوع افرادی هستند؟ قرآن کریم در وصف اونها میگه اولئک هم الخاسرون. اینا انسانهای نگونبخت و خسرانکار هستند. وقتی میگیم خاسرون یعنی کسی که یه چیزی رو خسارتی در به اصطلاح براش رسید. وقتی میگیم خسارت یعنی اینی که به اصطلاح یه چیزی دستش بود، یک مال و منالی کسی تو دستش بود، تاجری بود، رفت از دستش داد، پس خسارت شد. این عهد و پیمان در واقع همینطوری هست. یک وجهه اجتماعی هست، یک مکانتی هست، یک معنا و ثروت معنوی است که این رو اینها با به اصطلاح بدقولی از دستش میدن و در واقع اونها از خسرانکاران و نگونبختان میشن. خیلی ممنونم جناب دکتر. واقعا نکته‌ای که اشاره فرمودید، الله متعال وقتی که درباره اسماعیل علیه السلام صحبت میکنه، بینندگان عزیز، واقعا زیباست این تعبیر و این تصویر که میفهمد انه کان صادق الوعد. یک پیامبرش وقتی که الله تعالی میخواد معرفی بکنه میگه که اون کسی بود که عهد و وفا میداشت و کسی بود که به وعده خودش پایبند بود. امیدواریم که ما را هم الله متعال از این دسته قرار بده که جز کسانی باشیم که ما رو با این صفت بشناسن اطرافیانمون. جناب مولانا اگر اجازه بدید به همراه جناب دکتر و بینندگان سری بزنیم به اتاق فرمان و یک میان برنامه بگیریم. باز برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ابعاد دیگر این موضوع انشاءالله صحبت خواهیم کرد. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. درباره بدقولی داریم صحبت میکنیم. بدقولی چیز بدیه، خیلی چیز بدیه و خیلی ساده به خودمونی بخوایم صحبت بکنیم. و حقیقتا وقتی که انسان از وقت خودش میزنه، یه قرار مهمی جایی داره، اونو بیخیال میشه، میره سر قرار دیگری و چه بسا که بعضی وقتها این قرارها باز زنجیروار وقتی که به هم ربط پیدا میکنه، بدقولی یک نفر سبب میشه که چندین نفر دیگه هم بدقول باشن و این با امید این که اون میاد سر قرار یه چیزی رو از اون میگیره یا ازش میپرسه، به هر حال اون قرار باز یک مقدمه بر قرار دیگه است یا تأخیر در اون قرار سبب میشه قرار دیگه به هم بریزه، کلی تبعات به جا میگذاره و به هر حال همونجوری که اگر ما سر ساعت
قرار داریم با شما عزیزان مثلا سر ساعت 7 روزهای پنجشنبه که سفره دل رو آغاز بکنیم. اگر این 7 شد 7 و 10 دقیقه، اون موقع عزیزانی که وقت گذاشتن و امیدوار بودن و نشستن چقدر ناراحت میشن. همین اتفاق برای همه اگر بیفته به هر حال این مسائل پیش میاد و چقدر لذت بخشه وقتی انسان مثلا سر ساعتی قرار میگذاره. بعضی از عزیزان خیلی به تایم و به ساعت قرارشون خیلی حساسن و سر ساعت آدم میبینه مثلا میگه ساعت 9 فلانجا، آدم میره سر ساعت 9 میبینه همونجا وایستاده. آقا چقدر خوشحال میشه انسان، چقدر لذت میبره از این صفت زیبا و از این قدر شناسی و چقدر زیباست انسان وقتی که مشهور میشه به این صفت و انسان حساب میکنن روی آدم و کسانی که به این صفت مزین هستن، خوشقولی و از این بیماری بدقولی مبرا هستن، خودش یک وزنه است برای اونها. میگن فلانی حرفش قوله، وقتی که حرف میزنه دیگه تموم دیگه، یعنی خیال دوربری ها جمع رو حرفش حساب میکنن. در مقابل اگه انسان بدقول بود، خدا نجات بده، ما خودمونم گهگداری مبتلا میشیم به این بیماری، الله تعالی ما و شما و همه امت اسلامی را از این بیماری نجات بده، اون موقع جایگاه و وجهه شخصیتی انسان در جامعه پایین میاد. روی حرف انسان نمیشه حساب کرد و نمیتونن حساب بکنن، دوربری ها زیاد روی انسان حساب نمیکنن. چه موقعیت های زیادی که دست انسان میره به خاطر اینکه سر یک قراری نرفت و سر یک قراری شاید اون یک دریچه‌ای می بود برای باز شدن خیلی از فرصت ها به روی انسان و انسان این فرصت ها رو همه را از دست میده به خاطر یک بدقولی. باز عذر تراشیدن برای بدقولی دیگه عذر بدتر از گناه است. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع. دوست دارم در سنت یک گذری داشته باشیم در گلستان ماشاءالله زیبای سنت که هر گوشه‌ای از این باغ درس ها داره برای ما درباره نقض عهد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بزرگترین معلم اخلاق تاریخ بشر، بشنویم. چنان مولانا سلام مجدد و از نقض عهد و پیمان در سنت برای ما بگید. براستی هم که درباره نقض عهد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر تأکیدات زیاده درباره وفا به عهد اشاره فرمودن و همچنین نسبت به آنهایی که نقض عهد میکنن و بدقولی میکنن و یا وعده خلافی میکنن. احادیث زیادی در این باره بیان شده. به خاطر چی اینقدر تأکید شده روی این موضوع و این مسئله؟ چون هنگامی که در بین جامعه و در بین خانواده و در بین بالآخر در اجتماع وقتی که بدقولی بیایه سلب اعتماد میشه. وقتی که سلب اعتماد شد طبیعتاً او کانون گرم خانواده و جامعه و اینها به هم میریزه و به سردی تبدیل میشه. من فقط به دو نمونه اشاره میکنم. یکی مسئله بحث نفاق که چقدر مسئله سختیه و میبینیم که در بعضی آیات اشاره میشه که انسان منافق خیلی جایگاه خطرناکی داره در جهنم که ان المنافقین فی الدرک الاسفل گفته شده و یا آیات زیادی درباره او عذابهایی که نسبت به منافقین آمده. چرا منافق اینقدر برای از او سخت گفته شده و وعید شدیدی آمده؟ چون یکی از صفتهای منافق یا نفاق مسئله بدقولیه، مسئله وعده خلافیه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت ابو هریره روایت می‌فرمایند که انه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من علامات المنافق ثلاثه. سه چیز هست که می‌فرمایند اذا حدث کذب، وقتی که سخن بگه دروغ میگه، و اذا وعد اخلف، یا بعضی روایت آمده خلفه، و اذا اؤتمن خان، او کما قال که حدیث صحیح البخاری هست. در اینجا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میخوان که متوجه بسازن که از علامات نفاق، از نشانه های نفاق مسئله بدقولی هست. انسانی که قول بده
و بدقولی کنه و انسانی که وعده بده وعده خلافی کنه و انسانی که پیمان ببنده پیمان شکنی کنه، همه این موضوعات در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. به خاطر اینکه حتی شاید خیلی از پدرها باشن که بسیار مسائل جزئی به نزدشان جزئی باشه، برای فرزندان خود چیزی وعده کنن و وعده خلافی کنن که اثرات این وعده بعدها، یعنی یک طفلی که در طفولیت از طرف پدر از طرف مادر بدقولی شنیده، بدقولی دیده، بالاخره وعده خلافی دیده، در ذهن ازی چی اثرات سوئی به جا میگذاره که وقتی جوان 20 و 25 ساله بشه طبیعتاً چون این فکری که در طفولیت ضربه خورده، فکر این مفکوره این اندیشه این، بناهن همه خطراته. به اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امت متوجه میسازن که شما متوجه باشیم که نفاق چقدر سخته. حتی در بعضی روایات و در همین حدیث که اشاره شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر کسی هر این سه صفت در وجود از او بود که هم حرف بزنه دروغ بگه و هم وعده کنه وعده خلافی و هم بالاخره امانتی به او سپرده بشه و خیانت کنه، در روایت دیگر که 4 آماده اربعتون گفته شده، و اذا وقتی که جنگ و دعوا داشته باشه فجره، شروع میکنه به دو زدن و در این راستا. بناهن این وعید شدید و سخت نسبت به انسانهایی که بدقولی میکنن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و همچنین مسئله که دین چقدر نزد ما و شما ارزش داره. همه هست و بود ما دینه و ان الدین عند الله الاسلام. یک نفره که میبینیم که ظلم میکنه، ستم میکنه و بالاخره جستجو میکنیم که این دین داره یا نداره. دین در زندگی انسان چقدر نقش داره در تمام عرصه ها. انسان خوشبخت دنیا و آخرت میگردانه دین هست و احکامات دینه. پس وقتی که ما نگاه میکنیم که این دین چقدر ارزش داره برای انسان ها، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند که لا ایمان لمن لا امانت له. یعنی حتی اگر به ظاهر حدیث نگاه کنیم میگن ایمان نداره، اما توجیهاتی که محدثین اشاره میکنن و بزرگان که ایمان کامل نداره او کسی که امانتی به او سپرده باشه و او در راستای امانت خیانت کنه. و ادامه که خیلی مهمه میفرماین ولا دین، دین نداره شخص لمن لا عهد له، کسی که عهد نداره یعنی قول نداره، همیشه عهد شکنه، بدقوله و بالاخره پیمان شکنه، این در حقیقت به جامعه نشان میده که این دین نداره. یعنی انسان دیندار، انسان متدین هیچ وقت بدقول نمیشه، هیچ وقت پیمان شکن نمیشه، هیچ وقت عهد شکن، چی بین ناس باشه و چی بین از او و الله سبحانه و تعالی باشه. پس به این دو حدیث اگر ما خوب فکر کنیم و ترکیز کامل داشته باشیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که عهد شکن باشه میره در لیست منافقین، و منافقین هم چیز واضح و مسلمه که دین ندارن و دین هم در زندگی انسان اینقدر نقش داره که الله سبحانه و تعالی از آدم تا به خاتم وقتی که انبیا علیهم السلام فرستاده به خاطر که بندگانش به وسیله دین با الله سبحانه و تعالی آشنا بشن. و احادیث زیادی داریم در این راستا که اگر وقت و فرصتی باشه اشاره کنیم. اگر اجازه بدید ما یک سری هم به جناب دکتر بزنیم در همین راستا ازشون هم استفاده بکنیم. جناب دکتر، حضرت مولانا به 2 حدیث بسیار مهم اشاره فرمودن که از صفات منافقین چه مرده شده، نقض پیمان و بدقولی، و دیگری که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود که اصلا دین نداره کسی که عهد و پیمان نداره. آیا در زمان پیامبر اکرم علیه السلام ما در اون نسل اول و نسل طلایی شاگردان اولیه مکتب رسالت ما بدقولی و نقض عهد و پیمان داشتیم، و یا از طرف دیگه به نحو دیگه سوال مطرح بکنیم چه کسانی در زمان پیامبر اکرم علیه السلام به این بیماری بدقولی و نقض عهد مبتلا بودند؟ وقتی که مولانا در مورد این احادیث حرف می زدن
من رفته بودم در فضای سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یاد کردم اون وقتایی که قبل از اسلام حتی بود. قبل از اسلام هم بنده خدای اومده بود در مکه مکرمه برای بازرگانی. یکی از اهل مکه همینجور قول و قراری باش گذاشته بود و به هر حال پولشو به اصطلاح چاپیده بود و مالشو نمیداد. دیدیم که چه کار شد، چند تا از جوان مردای مکه، حالا این قبل از اسلام هست، و بلند شدن تو خونه عبدالله ابن جدعان، یک قول و قراری با هم دیگه بستن که آقا تو شهر ما نمیذاریم کسی مال کسی دیگه رو بالا بکشه، ما باشیم دیگه. تو این شهر قول و قرار با هم بستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم اونجا تشریف داشتن، باشون همراه بودن. حتی بعدها هم پیامبر به این رو یادآوری میکردند که من در یک عهد و پیمانی به اصطلاح شریک شدم که برام از همه دنیا و آنچه در دنیا هست با ارزشتر هست. خیلی حرفه، چون که قضیه عهد و پیمان در واقع همون به اصطلاح شیرازه جامعه رو حفظ میکنه. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که امام ابن ماجه و حیثمی روایت کردن اومده است که پیامبر میفرمایند ما نقض قوم العهد الا کان القتل بینهم. هیچ قومی عهد و پیمانشون رو به هم نمیزنند مگر که بینشون کشت و کشتار را میفته. خیلی به اصطلاح نقطه بسیار حساسی هست. واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل این خیلی واکنش شدید هم نشون میدادند. حالا تصور کنیم ما مثلا در مدینه منوره هستیم، در ابتدای اسلام هست، اسلام داره رشد میکنه، خیلی از دشمنها میخوان که از مسلمانها انتقام بگیرن. یه مقداری از منطقه‌ای از عرب‌ها که اونجا بعضی از قبایلی بود به نام قبایل رعل و زکوان و اسیه و نمیدونم بنی لحیان و اینا، اومدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفتن که ما چند تا به اصطلاح از اساتید صحابه رو، قراء قرآن رو با ما بفرست، ما ازشون به اصطلاح قرآن یاد بگیریم و در ضمانت ما هستن، ما قول میدیم که از اینا مواظبت کنیم و اینا ما در خدمتشون هستیم و ازشون استفاده کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خب قول دادن، روی قولشون اعتماد کرد و بعضی از صحابه رو 70 نفر از قاریان قرآن رو با اینا همراه کرد. اینا هم رفتن و نامردی کردن، زیر قولشون زدن و همه این اساتید بزرگواری که از صحابه بودن، همه 70 نفر رو در چاهی به نام چاه معونه همه رو به شهادت رسوندن. وقتی که خبر شهادت این یاران گرانقدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون رسید، میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این قوم رو نفرین کردند. 1 ماه آزگار، 1 ماه تمام پیامبر در نمازهاشون دعا میکردن، قنوت میخوندن و نفرین میکردن بر این قومی که خیانت کردن. و همونطور که حضرت مولانا اشاره کردن به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بعضی از صفات هستند، 3 صفت هستند که در هر کسی بودن اون منافق هست. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، حدیث هم متفق علیه هست، حدیث صحیح است که میفرمایند و ان صلی و صام و زعم انه مسلم. حتی اگر این فرد روزه هم گرفت، نماز هم خوند و هر جا هم پوز داد و به اصطلاح سرشو بالا گرفت که برای آقا من مسلمونم، هر جا هم شعار اسلام داد، این 3 صفت اگر توش بود اون مسلمون نیست و منافق هست. چی هست؟ یکی اینی که دروغگو باشه، یکی اینی که خائن باشه و یکی اینی که به اصطلاح بدقول باشه. این 3 صفت صفت‌های برازنده به اصطلاح یک مسلمون نیستن، اینا از صفت‌های نفاق هستند. در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مورد دیگه بسیار حادتری رو هم داریم و اون وقتی است که به اصطلاح جامعه، یک گروهی میان تو این جامعه، توی شهر، ما توی شهر زندگی میکنیم، خب سقفمون و آسمون مال همه است، زمین هم مال همه این شهر، ما پس با هم باید یک قول و قراری باشه که بتونیم در کنار هم زندگی مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشیم. خب این رو بهش میگن پیمان شهروندی. خب این پیمان و یک قول و قراری هست، اینه که به اصطلاح مثلا نه باید کسی به کسی دیگه ظلم کنه، نباید ما مثلا با نیروی دشمن خارجی هم دست بشیم و شهر خودمون رو ویران کنیم.
نباید تصرفاتی کنیم که شهر در ناامنی به اصطلاح به سر ببره، نباید کارایی بکنیم که به اصطلاح این زندگی به اصطلاح خوب و خوشبختی که ما درش هستیم، این آرامشی که ما درش هستیم، این دگرگون بشه. و هر کسی که روی این قول و قرار رو به اصطلاح پایبند نیست، خب این همه رو به زحمت میندازه، همه شهر رو به دردسر میندازه و حقی هست که این رو باید محاسبه بشه، بازخواست بشه و حتی اگر نیاز شد این رو بندازیم بیرون از شهر، چرا که این شهر رو کاملا دگرگون میکنه و زندگی همه رو فلج میکنه. ما میبینیم که در مدینه منوره یهود بودند و یهودیان این از صفتشون بود، هی قول و قرار میبستن، زیر قولشون میزدن، خیانت میکردن، نمیدونم در پی ترور بودند، بارها سعی کردن پیامبر خدا رو ترور کنن، بارها دشمن خارجی رو دعوت کردند که آقا بیایید ما با شما هم دست میشیم، بزنیم به مدینه رو تار و مارش کنیم، همه رو بکشیم. همین کارا رو که میکردن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضی از اونها رو بازخواست کرد، بعضیاشون رو گوشمالی داد، بعضیاشون که دیگه نشد که اصلا باشون کنار اومد، بهشون گفت که آقا برید یه جای دیگه زندگی کنید، چرا اومدید خودتون رو چسبوندید با ما و شهر ما رو، زندگی ما رو داغون میکنید و اونا رو حتی از شهر انداختشون بیرون. این قضایی که به اصطلاح بسیار بسیار حاد هست که باعث میشه که کل جامعه ضرر ببینه و لطمه بینه. اینجاست که ما میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این مسائل خیلی حساس هستند، خیلی اهمیت میدن و کسی که اگر جامعه اسلامی بهش به صلاح این قول رو داد، بهش امنیت داد، کسی میخواد تو شهر ما بیاد و ما هم مثلا پاسپورتی داشت، خب ما ویزا بهش دادیم که بفرمایید تو شهر ما شما در امنیت هستید، یعنی این یک قول و قراری هست بین ما و کسی که ما بهش اجازه میدیم که بیاد تو شهر ما. کسی که میاد تو شهر ما و تو منطقه ما بهش اجازه دادیم، پس این یک قول و قراری هست. اگر یکی از ما بیاد این رو مثلا یک ضرری بهش برسونه، بیاد این رو مثلا بکشدش، اینجایی که ما میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اینجور افراد حتی بوی بهشت رو نخواهند دید. میفرمایند من کسی که کسی رو که بهش عهد و پیمان خدا و رسولش باشه هست، یعنی یک به اصطلاح امنیتی ما براش ضمانت کردیم. حتی در این موارد میفرمایند که این امنیت رو میتونه یک فرد عادی مسلمون هم برای که به اصطلاح یک شخصی که از جامعه ما نیست برای اون تضمین کنه و همه جامعه اسلامی موظف میشن، چون که فلان شخص رو من نوعی که اصلا تو جامعه اسلامی رقمی حساب نمیشم، من اومدم به یک شخصی ضمانت دادم که آقا شما میتونید بیایید منطقه ما، من ضامن هستم، شما رو من به اصطلاح قول میدم که از شما مواظبت کنن. الان کل جامعه ای که من توش زندگی میکنم موظف هستن که با من همراه بشن و این قولی که من دادم این رو بهش به اصطلاح این رو عملیش کنند و اجازه ندن که کسی به این شخصی که در ضمانت من هست، من مسلمان، یه شخص عادی، همه اینها به اصطلاح وظیفه پیدا میکنند به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هر کسی که به اصطلاح ضمانت داد از جامعه مسلمونی، همه مسلمون ها در مقابل اون ضمانتش، در مقابل اون قولی که داده موظف هستند باش هم راستا بشن، باش کمکش کنند و این قول به اون طرفی که اومده هیچ گونه ضرر یا خسارتی وارد نکنند، چون که این مسائل خون به بار میاره، این مسائل مشکلات به بار میاره. ما الان در روزهای ماه محرم هستیم و در محرم ما دیدیم که چی شد. شیعیان کوفه اومدن قول و قرار گذاشتن با حضرت امام حسین و امام حسین و یارانش رو از مدینه منوره تو خونهشون بودن، تو زندگیشون بودن، بین دوستاشون بودن، بین فامیلشون بودن، بین صحابه بودن، از شهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با همین قول و قرارهای دروغین امام حسین رو کشوندن تو وسط صحرا، خودشون با مثلا شمشیراشون و با دولت وقت همگام شدن، اومدن زیر قولشون زدن و چه فاجعه بزرگی رو این شیعیان کوفه به بار آوردن که همش مبنی بود بر چی؟ بر زیر قول زدن و اهتمام ندادن به قضیه قول و قرار و عهد و پیمان. خیلی ممنونم جناب دکتر. برمیگردیم داخل استودیو در خدمت حضرت مولانا. جناب مولانا،
شما ریشه های این بیماری رو، اسباب وقوع بدخوری رو در چی میبینید؟ که حالا به هر حال جناب دکترم اشاره فرمودن واقعا بعضی وقتها این بدخوری به خون میکشه عاقبتش، و چه جنگ ها که راه افتاده، چه مصیبت ها که به بار نیامده، چه مشکلاتی که ایجاد نشده، کارا درباره عواقبش هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اسباب وقوع رو در چی میبینید؟ از کجا نشأت میگیره این صفت مذموم؟ واقعا هر درد و هر مرضی که انسان باید که علاج بکنه، قبل از دوا و علاج و اینها باید که یک سلسله ریشه یابی ها بشه. اگر وقتی نگاه کنیم از جمله اسباب وقوع نقض عهد یا بدقولی، اول مسئله جهل هست، یعنی دور ماندن از علم. یعنی شاید خیلی اشخاص علم و دانش داشته باشن ولی به این قضیه متوجه نشن، میشه که بگیم یعنی دور ماندن از فهم قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. ببینیم در ابتدای سوره مائده الله سبحانه و تعالی از ابتدای سوره وقتی که تا آخر سوره نگاه کنیم احکامات زیادی بیان میشه، خیلی موضوعات بحث حلال، حرام، توحید، بالاخره همه اینها در سوره مائده بیان میشه. خیلی هم نکات مهم، ولی والدین هم که در همین بله ولی ابتدای سوره یعنی قبل از بیان حلال و حرام، قبل از بیان مسائل توحید، قبل از بیان بالاخره همون ولا و براک هست. الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یعنی شروع این سوره در این جمله‌ای که ای مؤمنین شما به او عهد و عقدی که داریم شما وفا کنید. یعنی اگر به این قضیه الله سبحانه و تعالی میخواد بندگان خود متوجه سازه که اگر شما به این قضیه توجه نکردیم که در ابتدای سوره اشاره شده، تا اخیر سوره دیگه شما به هیچ قضیه نه سر شما به حلال باز میشه، نه به حرام باز میشه، نه مسائل توحید رو خواهد فهمیدیم، نه خلاصه بین خدا عهدی وقتی که برقرار نخواهد کردیم و نه هم بین مخلوق خدا. یعنی این اون قدم اول و اساسی مسئله فهم قرآن، اجرای آن چیزی که در کل سوره است. بله. پس از جمله اسباب و ریشه ها عدم آگاهی نسبت به قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. هیچ کسی نمیخواهد که اسم از او بره به لیست منافقین. پس وقتی دانست که عهد شکنی صفتی از صفات نفاق هست، چیز واضح و مسلمه که خور باز می‌داره. و همچنین هیچ کس نمیخواهد در دنیا بیدین باشه. وقتی بفهمه که کسی که عهد شکنی کنه در حقیقت دین خود شکسته و نمیتونه با دین. نکته دوم مسئله ضعف ایمان بیان شده. وقتی که شخص شاید ما ببینیم که با قرآن هم خوب معلومات داره و با احادیث معلومات داره و بالاخره باز هم عهد شکن هست، اینجا برمیگرده به قضیه که ایمان این شخص ضعیفه. هر قدر که ایمان ضعیف بود همان قدر انسان میشه بدقول، میشه یعنی عهد شکن. هر قدر حالا پیشتر جناب استاد بزرگوار جناب دکتر اشاره کردن در ابتدای برنامه مسئله جریانی که جلسه‌ای که در مجلس سیدنا عمر شد و بالاخره جریان ابوذر و بالاخره او کسی که آماده شد که به قتل برسه، آماده شد که کشته بشه. حالا ابوذر او شجاعت و مردانگی که انجام داد، این شخصی که به این قدر با عهد و پیمان محکم بود، اگر نگاه کنیم اینها رو چی وادار میکرد؟ ایمان او صحابه بود. ایمان صحابه چون قوی بود، ایمان صحابه به او اوج اکمال بود، در این راستا حاضر بودن که جان خود از دست بدن، ولی فرمان الله سبحانه و تعالی که گفته شده اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، در این قسمت یعنی از جان، از مال، از همه میگذاشتن، ولی زمانی که به عهد و پیمان میرسید آماده نبودن که نقض عهد بشه و پیمان شکنی بشه. دوم مسئله نسیان، فراموشی هست
که الله سبحانه و تعالی ایر برداشته از بندگان خود و بالاخره از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی ملامت نمیشه. شخص قول داده فراموش کرده، بالاخره قصداً عهد شکنی نکرده، اما از جمله ریشه نسیان و فراموشی هست. خب فراموشی باید در اینجا اشاره بشه. شاید خیلی اشخاصی بگن که ما فراموش کردیم دیگه، ببخشیم بالاخره در این راستا، یا فراموشی بری از اونها پیدا شده. یک مسلمان تا جایی که امکان داره باید این صفت فراموشی را از خود دور بسازه. در این راستا مسئله قول دادن مسئله که الله سبحانه و تعالی ببینیم در شبانه روز 5 وقت نماز برای ما فرض کرده. ما 5 مرتبه به حضور الله سبحانه و تعالی در وقت صبح و ظهر و عصر و بالاخره مغرب و عشاء استاده میشیم و این وقتا هم فرض قرار داده. به خاطر چیه؟ ما با خدا عهد و پیمان بسته کردیم که ای الله ما این فرمانت رو قبول داریم و نماز رو میخوانیم. این که شناختن وقت از جمله فرائض گفته شده تا اینه که الله سبحانه و تعالی ما رو متوجه بسازه که ای بنده فراموشکار نباشی. نماز صبح خواندی فراموش نکنی، ظهره فراموش نکنی. الله سبحانه و تعالی وقتی در قرآن مسئله نماز رو بیان کرده، در همه قرآن عظیم و شان مسئله عهد و پیمان و وفا و بالاخره اینها بیان شده. جایگاه انسان هایی که وفا به عهد دارن و جایگاه انسان هایی که عدم وفا یا نقض پیمان. پس بناهن کوشش بشه که نسیان نباشه و اگر نسیانی آمد، نسیان یکی از ریشه های یا اسباب وقوع در نقض عهده. مسئله چهارم مسئله حرص در دنیا هست. انسانی که در دنیا حریص باشه، یعنی شب و روز هم و غم و فکرش طرف دنیا باشه، در حقیقت دیگه مسائل فراموش میکنه. وقتی که با یک برادر قول و قرار میگذاره که من تو ملاقات میکنم، با تو مثلا کمک میکنم، به فلان جا کمک میشه و بالاخره قول میگذاره، نسبت به حرصی که به دنیا داره هیچ توجه نمیکنه. انسان حریص به دنیا هم بین خدا نقض عهد میکنه و هم بین بندگان خدا. مسئله دیگر آرزوهای بیجایه. انسان آرزوهای بیجا میکنه که او هم نسبتا تعلق به حرص میگیره که نسبت به دنیا و اینها، و همچنین ترس از مخلوق. وقتی که نگاه میکنیم که بزرگان و اینها بیان کردن اسباب و ریشه های اینها، ترس از مخلوق چگونه؟ یک نفر با برادر خود وعده گذاشته، قول گذاشته، کور ببینه و بالاخره یا در فلان کار خیر قول داده که باید سهم داشته باشه. حالا از ترس دیگران او ملاقات نمیکنه، از ترس دیگران به او جایی که وعده کمک داده کمک نمیکنه. این ریشه یا سبب از اسباب، ولی این فراموش کرده که باید انسان فقط از الله سبحانه و تعالی بترسه. این را فراموش کرده که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوا، و بالاخره از الله بترسه بهش جایگاه او میشه. و همچنین قضیه‌ای که خیلی از اشخاص مسئله خودمانی گفتن و جریانیه که وعده میده برای دوستا و بالاخره بعداً یا در یک رفتن به یک محفل یا دید و بازدید از دوستا و اینها، و بعد فکر میکنه که فلانی که از خود هست، از خوده، من برم یا نرم، کمک بکنم یا نکنم، همکاری داشته باشم یا نداشته باشم، فلانی از خوده و اشکالی نداره. در حالتی که انسان وقتی که قول میده، وقتی که وعده میکنه، باید به او عهد خود و وعده خود وفا کنه. در این قضیه چی با خود باشه و چی بالاخره از اقارب باشه، از خویشاوندان باشه. حتی من پیشتر اشاره کردم که اول پدر برای فرزند چیزی رو وعده نکنه. اگر وعده میکنه کوشش کنه که به یک طریقی او رو اجرا کنه و او رو عملی کنه. پس بناهن از خود دانستن بعضی مسائل، حتی پدر وعده میکنه میگه پروایی نداره ای که فرزند منه، فلان شی برای از او وعده کردم که خریداری بشه ولی که نشد، خیره، اشکالی نداره. در این قسمت به یکی از اقارب و خویشاوندان یک چیزی وعده میکنه و بالاخره به او وعده خود وفا نمیکنه، این یکی از اسباب و شرایط دیگر نقض عهد هست. خیلی ممنونم جناب مولانا.
اگر اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز یک سر دیگه میزنیم اتاق فرمان پیش دوستامون در اتاق کنترل و همچنان با شما هستیم با ادامه این موضوع ورزشیابی این موضوع و دوست داریم ان شاءالله بعد از میان برنامه بیشتر صحبت بکنیم درباره نمونه‌هایی که نمونه‌هایی که در جامعه ما هست و شاید ما خیلی وقتا یکی دو موردش حضرت مولانا اشاره فرمودن و ما اینها رو شاید مثلا بدقولی حساب نکنیم و نمونه‌های بیشتری ان شاءالله در خدمت شما و ریشیابی و راه حل‌ها ان شاءالله در قسمت پایانی در خدمت شما خواهیم بود. همراه ما باشید همچنان تا پایان برنامه. بار سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. خیلی وقتی از خونه بابا میخواد بره بیرون بچه داره گریه میکنه، سر صدا میکنه، ناراحته به خاطر اینکه یک جورایی بچه رو همچین سرشو شیره بماله و یک جورایی بچه رو ساکتش بکنه. حالا محترمانه‌تر صحبت بکنیم، بچه رو راضی نگه داره. بابا جون چی میخوای برات بخرم؟ فلان چیزو برات میخرم، فلان چیزو برات میخرم. وقتیم که بابا برمیگرده خونه دست خالی و به هر حال هیچی نگفت. اصلا همون اولش هم شاید نیت خریدنم نداشته، فقط به خاطر اینکه بچه رو ساکت کنیم وعده بهش داده. اگه درساتو بخونی آخر سال نمره خوبی گرفتی این چیزو برات میخرم. و حالا نیازی نیست که حتما بابا و بچهش وعده بده، استاد به شاگردش، دوستی به دوست خودش، هر کسی یه وعده میده. اگه این کارو کردی این چیزو برات میگیرم، این کارو برات میکنم. اما وقتی که وفای به عهد میاد شروع میشه بهانه تراشی ها. یادم رفت و مغازه بسته بود و پول خورد نداشتم و کارت منو نخوند و نمیدونم تو ماشین جا موند و امثال این موارد. همه اینها در بدقولی داخلن. متاسفانه خیلی وقتا ما ناخواسته داریم مبتلا میشیم به این صفت بد و زشت و فراموش نکنیم که حتی همین که ما به بچه‌مون بگیم، به دور بریامون، به دوستمون، به آشنامون که من یه شکلات برات میخرم حتی و همین شکلات رو نخریدیم بدقولی کردیم، نقض پیمان کردیم با یک روح لطیف و یک ذات نازنین به نام کودک، به نام یک طفل و از همین اول اون روح عادت دادیم گویی به بدقولی و داریم تبلیغ میکنیم این صفت رو علاوه بر این که ما در وجود این ذات نازنین کودک یا دوستانمون یا شاگردانمون یا همراهانمون این صفت بدبینی رو نسبت به اطراف هم داریم رشد میدیم. یکی از مواردی که در بدقولی ها بسیار شایع و یک جرم بسیار نابخشودنی است بازی کردن با احساسات یک شخص به عنوان خواستگار. خیلی وقتها آقا پسرها بیشتر آقا پسرها هستن، فکر نمی‌کنم خانم ها الا ماشاءالله یعنی از طرف خواهران این اتفاق بیفته. در این جریان بیشتر مجرمین آقا پسرها هستن، آقایون هستن. با عرض پوزش از تمام آقایونی که محترمانه و مؤدبانه پایبند هستن به قول و قرارشون، متاسفانه عده‌ای پیدا میشن که سوء استفاده میکنن از احساسات پاک یک خواهر، یک خانم و وعده ازدواج بهش میدن، به هر دلیل پس میکشن. جناب دکتر درباره این عده صحبت بفرمایید و درباره این بیماری و درباره این افراد و ابعادش و چیکار باید کرد در همچین مواردی. حالا شما که در محیط دانشگاهی هستید، غالبا در محیط‌های دانشگاهی شاید بیشتر این مشهود باشه این بیماری و اگر خودتون هم دیدید نمونه‌هایی و عوارضش در بین شاگردانی که داشتید برای ما در این مورد صحبت بکنید. شاید بسیار از عزیزان رنج میبرن از همچین مواردی و همچین موردی رو شاید دوربر دارن، نمیدونن چی کار باید بکنن. ما در زبانمون در به اصطلاح بین خودمون وقتی حرف میزنیم میگیم مرد و قولش، یعنی اینی که واقعا اگه مردی قولی که دادی رو قولت وایسا. بله همونطور که شما فرمودید تو محیطایی که به اصطلاح یه مقداری جوونا به اصطلاح سبیلی زدن و به عمری رسیدن، خب این حرفا به وجود میاد، به خصوص در فضایی که مثلا دختر پسرها با هم باشن. میبینیم که هر پسری میبینی از این شاخه میپره رو اون شاخه، چند نفر از دخترها رو به اصطلاح بیچارا رو وعده میده که آقا من درسم تموم بشه باش ازدواج میکنم. از این جور به اصطلاح حرفا اینو هم سر کار میذاره، اونا رو هم سر کار میذاره، آخرش یکی رو میگیره یا نمیگیره، به هر حال یه 10 نفری رو سر کار گذاشته. این
عهد و این پیمانی که میبنده انسان، همونطور که قرآن کریم در سوره اسراء 34 فرمودند و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، که این عهد پیمانی که شما بستید در مقابل این شما مسئولیت دارید و شما حق ندارید. مثلا ما بری که به اصطلاح واژه‌ای داریم میگیم آقا رفتیم خواستگاری. خواستگاری یعنی چی؟ یعنی اینی که ما رفتیم طرف رو ببینیم، آشنا بشیم. اگر یک قولی رفت، یه حرفی رفت که به اصطلاح نوع موافقتی بود، حتی یک موافقتی که اونا فهمیدن که موافقتی از شما صراحتاً نگفتید، کنایتاً بهش رسوندید، این یه قول است، یه عهد است، یه پیمان است که شما هستید و در مقابل این به اصطلاح مسئولیت دارید و حق ندارید به اصطلاح عقب نشینی کنید. حتی مثلا به افرادی که برای به اصطلاح تجدید ازدواج میرند، ازدواج دوم یا سوم یا چهارم، این کسی که اصلا در فکر ازدواج مجدد هست، این یک انسانی هست فریخته، انسانی هست که درک و شعور و فهمش بیشتر از زندگی در کالبد یک فرد هست، در کالبد یک شخص، در کالبد منیت. کسی هست که فکر میکنه که به اصطلاح درد جامعه رو چطور تحمل کنه، چطور در برداشت درد جامعه انسانیتی که به اصطلاح زیر فشار هست من سهمی ایفا کنم. خب این یک انسانی یک مرحله از رشد و آگاهی رسیده که این خیلی خوبه. اما همین فرد اگر بیاد باز در یک به اصطلاح لغزش دیگه قرار بگیره که مثلا به خانومی، به خانواده‌ای قولی داد، بعد از مدتی به اصطلاح از خانواده یا از محیط جامعه خودش یا از جایی که هست، از همسر اولش بیم داشت، به خصوص در کشور ما که مثلا ما با یک قوانین حقوقی روبرو هستیم که خب نمیدونم اینا رو از کدوم کله پاچه‌های اینا رو گذاشتن. وقتی من به برخی از قوانین نظام خانوادگی در ایران توجه میکنم، تعجب میکنم که این افرادی که این قوانین رو گذاشتن کجا زندگی میکردن، سطح سوادشون چی بوده، درک و شعورشون از مسائل روانشناسی خانواده کجاست. مثلا یکی از قوانینی که میذارن آقا باید همسر اول رضایت بده برای ازدواج به همسر دوم. کجای دنیا همچنین چیزی رو داده که همسر اول بیاد اجازه بده که شما ازدواج مجدد بکنید؟ امکان نداره. این تضاد هست با اون فطرت انسانی که یک انسان داره که چطور یک خانومی بتونه به اصطلاح همچنین تنازلی بکنه در حق خودش، کسی دیگه رو در محیط زندگیش شریک بکنه. شما یک خانم در محیط خانواده خودش پادشاست، ملکه است. وقتی شما میایید در عرش شاهی اون میخواید که یک لطمه‌ای بندازید، دیگه اون میشه به اصطلاح فرعون زمان خودش. این به اصطلاح قوانین باعث چی میشه؟ خب این هم باعث میشه که مرد بیاد اونقدر به اون زنش ظلم کنه، اونقدر اون رو زیر فشار قرار بده که اون دیگه بمونه بین بدبختی و به اصطلاح از دست دادن محیط خانوادهش، بنیان خانواده به هم میریزه، همه چیز رو خسارت کامل، یا اینی که بیا 50% بیان باش تفاهم برسن. بعد از این که هم تفاهم میرسه، یک تفاهم اجباری، هرگز اون زندگی به اصطلاح به مرحله اولش باز نخواهد گشت. در حالی که این رو مثلا میبینیم که شریعت اسلام شرط نگذاشته و این باعث میشه که به اصطلاح طرف یک لطمه‌ای میبینه، لطمه نفسانی براش سخته، بله، اما بعد از مدتی هضم میکنه. اون واقعی که هست، واقعیتی هست، یه چیزایی هست که ما میخوایم، یه چیزایی هست که جامعه یا واقعیت به ما تحمیل میکنه. وقتی که به ما تحمیل شد، بعد از مدتی میبینیم که قضیه خیلی ساده است و باش میسازیم. ببینید افراد در محیط زندگیشون چه مشکلاتی براشون پیش میاد. طرف میاد 2 تا دستشو از دست میده، 2 تا پاش قطع میشه، نمیدونم گوشش قطع میشه، چه بیناییشو از دست میده. یک لطمه بزرگی هست، لطمه جسمانی بسیار بزرگی هست، اما بعد از مدت میبینیم که همین طرف با این لطمه‌ای که بهش وارد شده خیلی انس گرفته و زندگیش به صورت بسیار عادی و نرمال و با سعادت داره پیش میره. در قضایی که به اصطلاح قضای خواستگاری، عقد، اگر مرحله عقد رسید که این مرحله ازدواج هست، حتی به اصطلاح قضای حقوقی، قضای شرعی برش مبنی هست، حتی مهریه باید ادا کنیم. اینه که ما میبینیم به اصطلاح
قرآن کریم یک قاعده کلی برای ما گذاشت در سوره روم آیه 21 که و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا، از آیات و نشانه ها و معجزات الهی برای شما بشر این هست که از بین خود شما، از جنس خود شما، برای شما همسرانی رو انتخاب کرد. این به اصطلاح فرصت رو برای بشر به وجود آورد که ازدواج کنند از جنس مخالفشون. لتسکنوا الیها، که شما آرام بگیرید. و جعل بینکم مودة و رحمه، و بین شما مودت و رحمت و به اصطلاح سعادت رو قرار بده. پس قضیه ازدواج به اصطلاح مفهوم مودت، رحمت، آرامش، سکونت، اینها اهداف ازدواج است. من اومدم خواستگاری کردم، دختری ماشاءالله مثل ماه، اخلاقش، رفتارش، همه چیزش رو من پسندیدم. اومدم تو خواستگاری، تو مرحله عقد دیدم که به این دندونایی که مثل مروارید میدرخشه اینا دندون مصنوعی است، پلاستیک هست. دختر خانومه به اصطلاح دندون نداره، دندون گذاشتم واسش. الان من یه عیبی رو دیدم. این عیب رو من الان عقل دارم، شعور دارم، میتونم با این بسازم. آیا این عیب در به اصطلاح زندگی آینده من نقش خواهد داشت؟ روابط عاطفی، روابط انسانی ما رو به هم خواهد ریخت؟ من احساس میکنم منو گول زدن. اگر همچین احساسی دارم، اگر احساس میکنم که این به اصطلاح جز شرط و شروط باید بود که به هر حال من یه چیزی رو میخوام، یک کسی رو میخوام باشه ازدواج کنم، یک مسائلی هست که اینا عرف جامعه میگه که اینا باید به من اطلاع بدن. خب الان به من اطلاع ندادن، الان من کشف کردم. اینجاست که من حق دارم که به اصطلاح عقب نشینی کنم، حق دارم این عقد رو به هم بریزم و حق دارم که هم ادامه بدم، بگم که نه اشکال نداره. خب یه انسانی هست، یک به اصطلاح بیماری داره، یه لطمه در زندگیش دیده، یک نمیدونم مشکل عاطفی داشته. همه اینها رو من با عقل و شعور خودم اگر اومدم قبول کردم، مردونه تا آخرش باید برم. اگه نه، الان که من متوجه شدم و احساس میکنم منو کلکم زدن، احساس میکنم که اینا با من رو راست نبودن، از همین الان قبل از ازدواج یه فضایی ما داریم، فضای خواستگاری، بعدش فضای عقد، بعدش اون به اصطلاح نکاح و ازدواج. این همه این فرصت ها که به ما داده شده، همه این برای به اصطلاح استفاده از این فضاست که در این ما با هم دیگه با هم بیشتر آشنا بشیم، فامیل ها با هم بیشتر آشنا بشن. همینطور که همیشه هم تکرار میکنم که در واقع در ازدواج یک شخص با شخص دیگه نیست. ازدواج دو تا فامیل، دو تا قبیله، دو تا منطقه، دو تا شهر حتی با هم دیگه هست. پس این قضیه رو باید مد نظر داشته باشیم و در این موارد اگر همچنین موردی ایجاب شد، به وجود اومد، اون وقت ما حق داریم که خواستگاری رو یا عقد رو حتی به هم بزنیم. در غیر این صورت اگر کسی به اصطلاح دلی رو خواست به دست بیاره، یه قولی داد، بترسه از این که خدای نکرده این دل رو بشکنه، به خاطر من نوعی، به خاطر فلان، به خاطر علان، من بیام یک انسانی که براش یک قولی دادم که من باش ازدواج میکنم، اون بیچاره چقدر در مسیر زندگیش تغییر و تحولاتی پیش اومد، چقدر مسیر عاطفیش جهت گرفت، چقدر افرادی دیگه که شاید خواستگار داشت یا میخواستند بیان، همه این راه ها رو به روش بستم. با همینی که به اصطلاح فلانی براش خواستگار اومده، کی اومده؟ فلانی. قبول کردن، بله حرفی شده. الان 10 نفر دیگه هم که در فکر بودند خلاص دستشون شستند که آقا این رفت. من اومدم بعد از همه اینها میام و زیر قولم میزنم. خب این حتما آهی که از قلب اون انسان مظلوم برخواهد اومد، حتما زندگی من رو هم خواهد سوخت. پس باید این رو مد نظر داشته باشیم. اولا قول ندیم، اما اگر قول دادیم مردونه رو قولمون وایسیم، چرا که ان العهد کان مسئولا. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید ما برگردیم داخل استودیو، در خدمت جناب مولانا هم باشیم با ادامه موضوع. حضرت مولانا درباره عواقب بدقولی گذرا اشاره شد در صحبت ها و دوست دارم مختصرتر و دسته‌بندی تر باشه، درباره عواقبش برای ما صحبت بکنید. یقینا اطلاع یافتن به عواقب بدقولی هم به ما کمک میکنه تا بیشتر پرهیز بکنیم از این بیماری.
طوری که از معنا و مفهوم عهد و وفا و اینها دانستیم که عهد و پیمان با خدا و با بندگان الله سبحانه و تعالی. اگر من فهرستوار اینها رو بیان کنم، هر کدام الله سبحانه و تعالی این عواقب در قرآن عظیم الشان بیان کرده که اگر کسی نقض عهد کرد، پیمان شکست و بدقولی کرد، اولا اگر کسی با الله سبحانه و تعالی نقض عهد کرد و پیمان شکنی کرد، یعنی الله سبحانه و تعالی از همه بندگان خود عهد گرفت که ما شما میگیم وقتی که بیان کرد الستو بربکم، بله بله، الستو آیا نیستم پروردگار شما؟ همه گفتن بلا، چرا هستی؟ و الله سبحانه و تعالی از همه قول گرفت که شما باید مرا به یگانگی بشناسید. وقتی که انسان ها میآین عهد و پیمانی که با الله سبحانه و تعالی بستن کور به یگانگی بشناسن و این عهد رو میشکنن و نقض عهد میشه، بدقولی میکنن و نسبت به الله سبحانه و تعالی یا شرک میورزن و یا اینکه احکامات اسلامی ترک میکنن. از جمله عواقب که در آیات اشاره شده که و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور که در ادامه میآیه به کفرهم، اینها چرا این کار کردن؟ به سبب کفر ایشان، یعنی عهد شکنی با الله سبحانه و تعالی عواقب از این انسان رو به کفر میکشانه. و وقتی که اوامر الله سبحانه و تعالی ترک میشه، خود حکم نقض عهد چیه؟ وقتی کسی عهد شکنی میکنه و یا به کفر میکشانه و یا این که از جمله گناهان کبیره هست. پس این عواقب یا دوچار شدن به کفر، نعوذ بالله من ذلک، و یا این که دوچار شدن به گناه کبیره. و گناه کبیره هم انسان وقتی انجام داد و توبه نکرد به پیشگاه الله سبحانه و تعالی، انسان رو وادار میکنه به و داخل میکنه به جهنم. و همچنین در آیات عواقب بیان شده که هر یک در این راستا خسران دامنگیر انسان عهد شکن میشه. شما ببینید وقتی که یک برادر متوجه میسازه که به فلان معامله متوجه باش که اگر فلان معامله بیع و شرار انجام دادی، در ازی بیع و شرا خسران هست، ضرر میکنی، این فورا از طرف تشکری میکنه و بالاخره خور باز میداره از او بیع و شرا. اما چی کسی از الله سبحانه و تعالی صادق تر هست؟ از الله سبحانه و تعالی به او چیزی که بیان کرده در حقیقت که اگر هزارها چی که میلیونها بار هم که بگیم الله سبحانه و تعالی صادقتر و قولی که بیان کرده نسبت به بندگان خود هست. و الله سبحانه و تعالی میگه هر انسانی که نقض عهد کرد، الذين ينقضون عهد الله، الله سبحانه و تعالی میفرماید وقتی که نقض عهد کرد و بالاخره مسائل اسلامی ترک کرد و قطع کرد، اولئک هم الخاسرون، این در حقیقت در خسران و در زیانه. پس از جمله عواقب خسران و زیان دامنگیر انسانهای عهد شکن و اینها میشه. همچنین در آیات بیان شده فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. انسانی که عهد شکنه با الله سبحانه و تعالی و بندگان مورد لعن و نفرین قرار گرفت. حتی در روایات میاره که انسانی که عهد شکنی میکنه الله و رسوله و حتی ملائکه به انسان لعن و نفرین دارن. و همچنین برای از این انسان قساوت قلب پیدا میشه، قلب این انسان سخت میشه. وقتی قلب سخت شد دیگه او حق و حقیقت نمیتونه ببینه و پیدا کنه. و همچنین از جمله عواقب مسئله نقض عهد اینه که عداوت و دشمنی پیدا میشه. الله سبحانه و تعالی بیان میکنه در آیه مبارکه و من الذين قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء. این نتیجه و این آثار عهد شکنی هست که دشمنی ایجاد میشه. حتی ببینیم که الله سبحانه و تعالی یهود و نصارا دشمن بیان میکنه. حتی این سبب دشمنی بین
خود اونها الله سبحانه و تعالی و بین بندگان الله سبحانه و تعالی که هست ایجاد میشه، بین خود جامعه و خانواده و انسان ها و اینها. پس این از عواقب یعنی که دشمنی ایجاد میشه و چیز واضح و مسلمیه. به یک شخص چیزی وعده کنی و یک چی هم ما و شما داریم که میگه اگر میخوایی که کسی با تو دشمن بشه وعده کنو و عمل نکن. مسئله در آیات بیان شده که نتیجه و ثمری از این قتله. حتی به خیلی از مسائل وعده هایی که اجرا نشه و از او اثر کینه و بغض که پیدا شد سبب قتل میشه، سبب آوارگی میشه که الله سبحانه و تعالی در سوره انفال آیه 56 و 57 این قضیه بیان میکنه. و همچنین مسئله اینه که انسان هایی که نقض عهد میکنن و بدقولی میکنن به مرور زمان راه از پیش اینها گم میشه، به خاطری که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. در اخیر این آیه مبارکه میگه فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. راه از پیش انسان، این انسان هایی که عهد شکنی با خدا و با بندگان خدا دارن، اینها دیگه چنان به وضعیت میرسن که دیگه راه پیدا کرده نمیتونن جز اینکه الله سبحانه و تعالی با لطف پروردگار باشه. و همچنین از این که ما بیان کردیم که عواقب از این دشمنی پیدا میشه، بغض پیدا میشه، عداوت پیدا میشه. خب این مسائل و اینهایی که عهد شکنی کردن الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که او انسان ها در دنیا و آخرت رسوا میشن. وقتی میبینیم که یهود و نصارا بنی اسرائیل الله سبحانه و تعالی بعد از این که میگه با شما عهد و پیمان بسته شده که شما شرک نورزیم، شما غیر از الله سبحانه و تعالی توجه به دیگه کس نداشته باشیم به عبادت و اینها، ادامه آیه میفرماید افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي. دیگه جزای اینها جز رسوایی دیگه چیزی نیست که اینها عهد شکنی کنن و بالاخره نقض عهد داشته باشن. پس رسوایی در دنیا دامنگیر این انسان ها میشه و همچنین عذاب آخرت. مسئله این که عواقب دیگر این که شخص شاید فکر کنه که من بدقولی کردم یا وعده خلافی کردم، بالاخره شخص سرگردان کردم، انتظار گذاشتم و طرف به یک طریقی ناراحت ساختم، اما خودم که راحت در خانه خود نشسته هستم و بالاخره در دکان خود، در منزل خود، در منطقه خود، در هر، اما طرف شاید ضرر دیده باشه. الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که از عواقب این متوجه باش که ظلم بر خود کردی. فمن نکف فانما ینکث علی نفسی. این عهد شکنی برمیگرده به سوی خودتو، به خاطر اینکه خودت در دنیا رسوا میشی و فردا در آخرت دچار عذاب و اینها. پس عواقب و آثار نقض عهد یا بدقولی، یعنی میتونیم بگیم که هم آثار سوء در روح و روان انسان داره، هم آثار سوء در زندگی دنیای انسان داره و هم آثار سوء در آخرت انسان داره. خیلی ممنونم. برمیگردیم خدمت جناب دکتر. جناب دکتر حضرت مولانا به برخی از عواقب و آثار مترتب بر بدقولی اشاره فرمودن. ما دوست داریم از شما درباره راه حل ها بشنویم و اینکه چگونه ما میتونیم که انسان خوشقولی باشیم و ملتزم تر باشیم به وعده و پیمانی که میدیم. طور که جناب حضرت مولانا اشاره فرمودن، بدقولی باعث میشه که این کیان و بنیان یک جامعه متزلزل بشه، کسی رو کسی دیگه اعتماد نداشته باشه، کسی رو کسی دیگه به اصطلاح. البته این برمیگرده به یک نوع فرهنگ سازی که در جامعه ما داشتیم و همینه که میبینیم در همه سطوح اجتماعی. همه این بدقولی فقط مثلا تو خانواده مال پدر مادران نیست، شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های اقتصادی، شخصیت‌های اداری، مدیریتی‌ها، میبینیم که این حتی در محیط کاری ما که آقا برو فردا بیا، در قضایی مثلا در خود دانشگاه، در مدرسه دیر اومدن استاد، دیر اومدن نمیدونم شاگرد، یک نوع این باعث میشه یک نوع هرچه مرد، یک نوع از همگسیختگی در جامعه به وجود بیاد، هیچ کسی رو کسی دیگه اعتماد نداشته باشه و این مرحله بسیار بسیار سختی هست در یک جامعه ای که به اصطلاح کسی
رو کسی اعتماد نداشته باشه و همونطور که شما اشاره فرمودید این برمیگرده مثلا در بسیاری از موارد به تربیت خانوادگی که پدر مادر بدقولی میکنن با بچهشون. نتیجهش چی میشه؟ بچه از اونا تقلید میکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این میشه که بچه احساس بی‌اعتمادی میکنه، نه روی حرف پدر و مادر اعتماد داره و همین عادت میکنه روی حرف کسی هم اعتماد نمیکنه. نتیجهش این میشه که بچه ضعف شخصیتی پیدا میکنه. آقا به من قول دادن، قولی که دادن به حسابش عمل نکردن یعنی چی؟ یعنی من هیچیم، من ارزشی ندارم، من آدم پوچیم. همه اینها مفاهیمی هست که بچه اونها رو به اصطلاح میگیره و متاسفانه در آینده روش تأثیر منفی میذاره. حالا اگر ما بخوایم که این از این مشکل حل بشیم، آقا من مشکل دارم در به اصطلاح وقت، پایبند به وقت نیستم، یادم میره میتونم یادداشت کنم، میتونم مشکل خودم رو اولا ریشه یابی کنم که مشکل من چیه. فراموشی دارم، خب میتونم یادداشت کنم، میتونم ساعتم رو کوک کنم، میتونم آقا الان موبایل به اصطلاح وقت رو هم میگه و کار رو هم میگه، میتونم یادداشتش کنم آقا سر وقت. و مهمترین نقطه اینه که من باید به خودم این احساس رو بدم که این بدقولی یک گناه بزرگی هست. این کاری که من میکنم از صفات منافقان هست و پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت در زندگی من. فاقد احترام میشم، کسی رو حرفم حساب نخواهد کرد، کسی به من اعتماد نخواهد کرد. در روز قیامت بازخواست میشم، خداوند ازم بازخواست میکنه. این وقتی این شعور و این احساس رو در خودم پیدا کردم، اونجاست که به اصطلاح دیگه خوشقول خواهم شد، سعی خواهم کرد خودم رو به خودم به یک مسائلی میذارم که خودم به خودم یادآوری کنم دیگه و عذر تراشی نمی کنم. اگر یه وقتی به اصطلاح بدقولی کردی، کنونت که چشم است باز اشکی ببار، بیاد معذرت خواهی کن. آقا اشتباه کردی، هرگز اگر بدقولی کردی هرگز عذر تراشی نکن، هرگز. چرا که عذر تراشی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بیایید بازی دروغ بگی، یک حق به جانب بشی، طلبکار هم بشی. دیر اومدی آقا ماشین خراب بود، میتونستی تلفن کنی، میتونستی اطلاع بدی، میتونستی ماشین تو پارک کنی، تاکسی بگیری بیایی. اما نه، میام یک که به اصطلاح عذر تراشی میکنم، آخرش هم طلبکار هم میشم و این باعث میشه که خب روابط انسان ها تیره بشه، میشه که افراد با هم گلاویز بشن. خب با یک عذر تراشی میتونی در اصطلاح طرف رو به دست بیاری. این احساس گناه رو در این کوتاهی، در این اشتباهی که از ما صورت گرفته، این رو در خودمون نکشیم. تا وقتی که این احساس گناه وجود داره، احساس اینی که من کوتاهی کردم، من اشتباه کردم، این به ما جرأت میده که به اصطلاح عذرخواهی کنیم، پوزش بخوایم. به ما این به اصطلاح همون نفس لوامه خواهد بود، هی به ما تذکر میده و این تذکرات خودش در روند اصلاح ما سهم خیلی خوبی رو ایفا خواهد کرد. داشتیم که بحث ادامه دادیم، اما به لحظات پایانی داریم میرسیم و در حد 1-2 دقیقه فقط میخوام صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز داشته باشیم تا برگردیم با صحبت پایانی جناب مولانا بشنویم. تنها این نقطه رو اشاره میکنم که افرادی که بدقول هستند در واقع افرادی هستند که به اصطلاح ثبات ندارن. خب اینها هم باعث میشه که یک نوع بی‌اعتمادی، یک نوع دلخوری، یک نوع کاهش عزت نفس، یک نوع تنش در برخوردها به وجود بیارن. سعی کنیم که هر طوری شده این مسائل رو در زندگیمون حل کنیم و انسان‌های خوشقولی باشیم، انسان‌هایی باشیم که وجاهت و جایگاه اجتماعی خوبی رو با قول و قرارهای درستمون به دست بیاریم و بشیم مثل اسماعیل علیه السلام که انه کان صادق الوعد، که صادق وعد بود، ما هم چون ایشان باشیم. از اینکه تا این لحظه منو تحمل کردید و با سفره دل همراه بودید، همه شما بینندگان رو از همتون سپاسگزارم و از جناب حضرت مولانا انصاری که سفره دل رو رونق دادند و از استاد بزرگوار جناب سلیمانی که به هر حال صاحب این سفره پربار هستند. کمال تشکر دارم از همه شما و از شبکه جهانی وصال حق که منت گذاشتند و
فرصت مشارکت دادن. تا فرصت دیگه همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. خیلی ممنونم جناب دکتر. بندم تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و حقیقتا بنده افتخار من این هست که خدمتکار شما و علمای بزرگوار و خدمتکاران حقیقی دین در این برنامه هستم. جناب مولانا حدود 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. 2 دقیقه مال شما، یکیش مال من. تشکر. من هم حرف اخیر من برای همه دوستا و عزیزا و بینندگان عزیز اینه که وقت ما صحبت میکنیم از نقض عهد و از خلاصه خلف وعده، شک در از این نیست که ما هم انسان هستیم، بشر هستیم. شاید با یمامه و با قیافه بیننده ها فکر بکنن شاید اینا هیچ وقت وعده خلافی نکردن و بالاخره نقض عهد نشده باشه. یقینا که شده و از اول از الله سبحانه و تعالی میخوایم که خداوند ما را ببخشه و ما را عفو کنه و از او عزیزانی که ما اگر برای از اونا وعده دادیم و بالاخره قول و قرار گذاشتیم و وعده خود نرسیدیم، امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به برکت دعای عزیزا و شما عزیزان ما را ببخشید. فقط حرف من اینه که اولا عزیزان من وعده نکنید او وعده‌ای که در توان شما نیست، در طاقت انسان نیست و بالاخره اگر وعده کردید و کوشش کنید به وعده خود وفا کنید. اگر به وعده وفا نشد بروید و بالاخره به هر طریقی، اگر به تلفن میشه، به حضوری میشه، از طرف معذرت خواهی بکنید تا اینکه این خلف وعده سبب خلاصه تخریب فکر طرف شده و ذهن طرف شده. الله سبحانه و تعالی ما را همانطوری که آیات قرآن اشاره میکنه که انبیاء علیهم السلام تعریف و توصیف داره به وفا به عهد، خصوصا اسماعیل علیه السلام را الله سبحانه و تعالی ما را پیرو اسماعیل علیه السلام پیرو واقعی بگردانه و او وعده هایی که برای دوستا و عزیزان میدیم الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که به او وعده ها عمل کنیم. تا برنامه های بعد که انشاءالله باز در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. اگرچه حرف من نشه به عنوان وعده برای عزیزان که جناب حضرت سلیمانی زد، انشاءالله هر برنامه‌ای که وعده الهی بود و تقدیر رفته بود انشاءالله در خدمت شما قرار خواهم گرفت. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. انشالله که ما بتونیم از حضور شما در برنامه‌های آتی هم استفاده بکنیم. دوست داریم همیشه در برنامه شرکت داشته باشید، اما میدونیم که به حال مشغله‌های دعوی شما قدر هست که شاید فرصت نشه. تشکر میکنم جناب مولانا از شما، از طرف خودم و برنامه‌نگار از بینندگان عزیز، از تمام عزیزان ما در اتاق کنترل که زحمت اصلی ارتباط بین ما و شما رو میکشن هم تشکر میکنم. همه عزیزان، محمد جان و احمد و عبدالله و فرید و محمد رفیع، همه عزیزانی که در کنترل هستن. و در پایان فقط تقاضامند دعای خیر شما عزیزان هستیم و از الله تعالی می‌طلبیم که تمام پدران و مادران، همسران و فرزندان، دوستان و آشنایان، اساتید و شاگردان و اقربا و خویشاوندانی رو که از امت اسلامی، از موحدین قبل از ما از دنیا رفتن مورد رحمت خودش قرار بده. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.